بیان قوم کافرین در این سوره شده است. مسئله توحید و رسالت و جهاد و انفاق هم بخشهایی که در آن بیان نشده در این بیان میشه. شبهات کفار نسبت به توحید و نسبت به رسالت جواب داده میشه. و دیگه روی سخن در این سوره با نصارا هست و تقریبا مفسرین اعتماد دارند که این آیات آل عمران تا 80 آیه اینها یک زمانی نازل شدند که وقتی متشکل از 60 نفر از نصارای نجران برای جر و مباحثه با پیغمبر اسلام به مدینه منوره آمدند و کوشش آنها این بود که الوهیت حضرت عیسی علیه السلام را ثابت کنند. یک سرداری و یک عالم بسیار بزرگواری و به هر حال 3 نفر از بزرگان نصارا و 60 نفر دیگر از پیروان آنها و هم مکتبهای آنها به مدینه منوره آمدند و با پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم راجع به الوهیت حضرت عیسی صحبت کردند و از کلمت الله و روح الله اینها استشهاد کردند که حضرت مسیح الله یا ابن الله و برای الوهیت آنها معتقد شدند. پیغمبر علیه السلام صفات الهی را بیان کرد که الله زندگی دائمی دارد. آیا عیسی مادرش دارد؟ الله نگهبان تمام دنیا هست و جهان و جهانیان است. آیا عیسی و مادرش این صفات را دارد؟ الله تعالی منزل کتاب قرآن را نازل کرده، تورات و انجیل را نازل کرده و اون زمانی که الله تعالی آسمانها و زمین را خلق کرده آیا حضرت عیسی و مریم بودند؟ قبل از عیسی و قبل از مریم چه کسی در دنیا حاکمیت داشته، کتاب نازل کرده، تورات را نازل کرده زمانی که عیسی نبودند؟ این همه کائنات در تمام ارحام الله سبحانه و تعالی خلق می کند آنچه را می خواهد. آیا عیسی و مادرش همچنین وجودی داشت؟ از این صفات خدا بیان کرد و آخر اینها نجات کردند و از این شبهات گرفتند از معجزات حضرت عیسی علیه السلام و همچنین از گفتن کلمت الله و روح الله اینها استشهاد کردند. الله سبحانه و تعالی فرمودند بعض کلمات هستند متشابهاتند، اونهایی که در دلشون زیغ دنبال متشابهات بودن، اونهایی که یقین دارن اینها را همه را قبول دارن. این آیه ها نازل شدن در ابتدا و لحاظا اینها تهدید شدن به عذاب دنیا و آخرت. شبهات دیگری که اینها نسبت به توحید داشتن الله سبحانه و تعالی دلائل قاطعانه بیان کردند که حضرت عیسی و مادرش صفات الوهیت نداشتند، مثل انسانهای دیگر انسان بودند، نان میخوردن، نیاز داشتند و وقتی که فشار آمد مادر عیسی روز ولادتش تمنای مرگ میکرد که تاب تهمت را نداشت. بهش تهمت وقتی بزنن بچه بدون پدر پیدا شده. لذا ابتدای آیات تا 80 آیه میگن در همون مورد نازل شدن و پیغمبر علیه السلام تلاوت کرد. آخر اینها وقت قبول نکردن اعلان مباهله شد که خب بیاین فردا دعا میکنیم که هر که ناحق به عذاب الهی مبتلا بشه. گفت خوبه، رفتن با هم و لحظه گفتن که ببین این همه اون پیغمبری که صفات شما در تورات و انجیل خوانده این در این دیده میشن و هر که در برابر پیغمبر بیاید برای مباهله و دعا و تضرع ضربه میخوره. پس بهتر اینه که سکوت کنیم و بریم و بگیم شان
زمان نزول این آیه ها را اکثر وفد نجران ذکر میکنن. نصارای نجران آمدن. نجران به فاصله از مدینه منوره قرار داشت. خب اول از حروف مقطعات شروع کرد که الف لام میم حروفی هستند که ما باید به اینها ایمان بیاریم که از جانب الله هستند. نه معنی اینها برای ما مشخصه و نه مقصد اینها. بعض متشابهات آنها هستند که معنیشون مشخصه، ید رجل در زبان عربی، لیکن مقصودشون معلوم نمیشه. به این خاطر الله سبحانه و تعالی این سوره را با اون متشابهات شروع کرد که نه معنیشون مشخصه و نه مقصودشون مشخصه. الف لام میم الله لا اله الا هو. حالا صفات الهی آیه اول توحید هست. الله نیست الهی جز او. چرا؟ غیر از او دیگه معبودی نیست. نه عیسی معبوده، نه مادرش معبوده و نه دیگه معبودی. معبودی غیر از او وجود ندارد. چرا؟ این صفاتی که الله دارد غیر از الله دیگه کسی این صفات ندارد. الحی او زندگی دائمی دارد، موت برای خدا نمی آید. القیوم او نگهبان تمام جهان و جهانیان، قیومیت و حفاظتی کامل بر جهان و جهانیان دارد. لحاظا لا عیسی و امه، حضرت عیسی و مادرش این صفات را ندارد. زندگی دائمی آنها نداشتند. آنها مسبوق به عدمند، قبلا نبودند، به وجود آمدن فنا هم شدند، وجودی ندارند. نزل علیک الکتاب بالحق. خب این ذات که غیر از او دیگه معبودی نیست نازل کرده است بر شما ای پیغمبر این دلیل وحی است، کتاب را اون هم به حق. شما منزل الیه هستید، کتاب منزله به حق، یعنی به صداقت، به راستی. در حالی که این کتاب تصدیق می کند آن کتاب‌هایی را که قبل از او بودند، اشاره به سوی دلیل نقلی از تورات و انجیل. و خصوصا نازل کرده الله تعالی تورات را بر موسی و انجیل را بر حضرت عیسی علیه السلام من قبل از قرآن، در حالی که این تورات و انجیل هر یکی از اینها هدی للناس بوده، هدایتی بوده برای تمام انسانها. و انزل الفرقان و الله تعالی فرقان را نازل کرده. مراد از فرقان معجزات است. معجزات را الله سبحانه و تعالی نازل کرده به دست انبیاء علیهم السلام. برای صداقت و تصدیق انبیاء الله تعالی معجزات عنایت کرده. حکم معجزات آمدن. حضرت عیسی علیه السلام دارای معجزات متعددی بوده، لیکن اون معجزات در اختیار حضرت عیسی نبودن، به امر الله بودن. فارق بین حق و باطل را الله سبحانه و تعالی نازل کرده. باز تهدید هست که ان الذين كفروا بآیات الله، اونهایی که انکار میکنن آیات الهی را، آیات توحیدیه را، تو برای آنها عذاب شدید هست. و الله عزیز غالب هست، توانای کسی نمیتواند با مقابله کند، صاحب انتقام هم هست. امکانا الله تعالی قدرتش هست و وقوعا هم الله تعالی ذو انتقامه. در دنیا هم الله سبحانه و تعالی از دشمنان پیامبرها انتقام میگیره. هم امکانه و هم وقوعا الله سبحانه و تعالی توانایی دارد، عزیزه، خب کسی نمیتونه مقابله کنه. انتقام هم میگیره، ذو انتقام هم. و تتمه دلیل عقلی را که اونجا فقط گفت الحی القیوم، دو دلیل عقلی ذکر کرد. باز دلیل اشاره به دلائل نقلیه. الله تعالی بر شما کتاب نازل کرده، حق را از حقیقت تبیین کرده است، تورات و انجیل را نازل کرده و در هیچ یکی از این کتابهای آسمانی دلیلی برای معبودیت غیر خدا نیست. معبود فقط الله است. هم تورات این مطلب را بیان می کند و هم انجیل. تورات و انجیل سالم، نه تورات و انجیل مست شده و تحریف شده و تغییر یافته.
قرآن هم اللہ تعالی نازل کرده و معبودیت کسی را قرآن بیان نکرده که غیر از خدا دیگه کسی معبود باشه. باز تتمه همون دلیل عقلیه ان الله لا یخفی علیه شیء فی الارض ولا فی السماء. به درستی که الله تعالی مخفی نمی شود بر خدا هیچ چیزی، نه در آسمان ها نه در زمین و نه در آسمان. خاصه علمی باری تعالی بیان شد. حضرت عیسی و مادرش چنین صفتی ندارند. بر خدا هیچ چیزی مخفی نیست، نه در آسمان ها نه در زمین و نه در آسمان. و حضرت عیسی و مادرش این صفات را ندارند. هو الذی یصورکم، الله اون ذاتی است که به شما صورت عنایت کرده در ارحام. این همه قیافه ها، این همه تصویرها را او به شما عنایت کرده. حضرت عیسی و مادرش در چنین صفتی نیستند. او تصویر داده به شما در ارحام به کیفیتی که خواسته است. خلاصه نتیجه این همه دلائل اینه که لا اله الا هو، الهی و معبود غیر از خدا وجود ندارد. لا اله موجود غیر الله، الهی غیر از خدا وجود ندارد، نه در ارض و نه در زمین و نه در حجاز و نه در غیر حجاز. او عزیزه، بر گرفتن او توانا هست که انتقام بگیره از منکرین توحید. الحکیم، او دانا است که کنسبای منکران توحید را مهلت میده. لذا از این مهلت که مطابق حکمت او هست نباید سوی استفاده بشه. خب این که روح الله و کلمت الله گفتن برای چی؟ شما هم قبول دارید که عیسی روح الله هست، عیسی کلمت الله هست. الله سبحانه و تعالی میگه روح الله یعنی روحی که به حکم خدا خلاف به اصطلاح رسم و رسوم توالد الله سبحانه و تعالی به همه الله تعالی روح میده، لیکن حضرت عیسی علیه السلام روح الله که با دمیدن حضرت جبرائیل روح را دمیده از گریبان حضرت مریم او پیدا شده. به اصطلاح توالد عیسی علیه السلام یک توالد ممتازی بدون پدره. همه شما را الله تعالی روح داده، لیکن این به طور ویژگیه. کلمت الله که الله سبحانه و تعالی کلمه کن را برای ایجاد حضرت عیسی علیه السلام پیدا شده است. و بسیاری دیگه استدلالات کوچی الله سبحانه و تعالی جواب داد که آیاتی که ما نازل کرده این دو نوع آیاتن. یک آیات محکماتن، اصل کتاب اینن ملاک عمل، و دیگر متشابهات هستند. متشابهات را باید شما ایمان اجمالی بیارید. هو الذی انزل علیک الکتاب، الله اون ذاتیه که نازل فرموده است بر شما کتاب. بعضی از آن کتاب آیات محکمات، آیاتی هستند که در ادای مطلب خود محکمن، لم یتغیرن و کسی هم نمیتونه در آنها دخالت کنه. هن ام الکتاب، اینها اصل کتاب قابل عمل و اعتقادن که از آیات محکمات باید استدلال گرفته بشود. و قسمت دیگر متشابهات هست، یعنی معنایشون برای انسانها و مقصدشون برای انسانها مشخص نیست، یعنی مختلفن مقصود آنها، مشتبهن. پس اونهایی که در قلبشون زید هست، کجیه، انحرافه، اینها طلب میکنن اون آیاتی را که تشابه منه، متشابهند از قرآن. چرا اتباع میکنن؟ ابتغاء الفتنه. غرض اتباع متشابه اینه که فتنه را طلب کنن، که در دین گمراهی ارتکاب کنن و برای ابتغاء تعویل و مقصد آنها اینها اتباع میکنن، حالان که نمیداند تعویل و مقصد اون آیات متشابه را الا الله، مگر الله سبحانه و تعالی.
امام ابو حنیفه و جمع کثیری از ائمه هدا این اعتقاد را دارن که ما یعلم تعویله الا الله، اینجا وقف لازم هست. حتی در قرآن حاشیه قرآن ها هم نوشته وقف لازم، وقف نبی، وقف منزل، تمام اوقاف اینجا هست. امام ابو حنیفه و دیگران میگویند که اینجا جمله دیگه تمامه. تعویل و مقصد اون آیات متشابهات را کسی دیگر نمیداند غیر از الله. پس آنهایی که راسخ در علمند، یعنی کاملیت و رسوخ در علم دارند، مهارت در علم دارند، آنها میگویند آمنا به، ما ایمان داریم به متشابه. کلون یعنی همه مجمل و متشابه و مفسر یا محکم و متشابه، تنوین کلون عوض از مضاف الیه از جانب رب ما هست، تنوین عوض مضاف الیه هست. و ما یذکر الا اولو الالباب، تذکر نمیگیرند مگر آنهایی که عقل دارند، اونهایی که مستفید من الآیات هست. خلاصه راسخون، برای راسخون دو صفت الله ذکر کرد. یکی که میگه آمنا به، ما ایمان داریم به متشابه، و دیگه همه از جانب رب ما هستند و آنها اولو الالباب. خب امام شافعی رحمه الله بعد دیگر میگه که راسخون عکس و لفظ جلاله، تعویل و مقصد این متشابه را نمیدانند مگر خدا و اون انسانهایی که راسخ در علم رسوخ دارند، اونها مقصدی و مطلبی از متشابهات درک میکنند، کار دیگران نیست. پس اینجا طبق این تفسیر رسول پاک صلی الله علیه و سلم مطلب و مقصد متشابه را میداند که از همه راسختر در علم رسول پاک صلی الله علیه و سلم، علمش راسخ بوده، مضبوط و محکم بوده. لیکن محققین، اکثر محققین مفسرین که محققن نسبت به متشابهات که حروف مقطعات باشند فقط والله عالم میگن، الله داناتر، الله میداند. لحظا حتی بعضی اعتقاد دارند که پیغمبر هم نمیداند مقصد متشابه را، لیکن بعضی هم میگن نه، اگر پیغمبر مقصد متشابه را نداند نزول سود زیاد ندارد. و آنهایی که میگن نه پیغمبر هم نمیداند، معنیش اینه که در میدان علم عالم این توقع را دارد که من همه علوم را بدانم. الله سبحانه و تعالی چنان آیات نازل کرده که عالم هم اظهار به علمی کند و بگوید که من نمیدانم. اینها اسرار قرآن هست، اسرار اون چیزی که هر که نمیداند. حالا بعضی اعتقاد دارن که اسرار قرآن را الله تعالی و رسول گرامیش که منزل الیه بوده میداند و توجیهات کردن متشابهاتی که مثل اوائل سور اینها را هم توجیهات کردن. حق کلمه رکتیده، لیکن محققین همینه میگه والله اعلم. و الله سبحانه و تعالی هم که می فرماید و ما یعلم تعویله الا الله، از تمام جمله جواب لازمه و راسخ به علم میگن که ایمان آوردیم به اینها همه متشابه و ممل از جانب رب ما هستند و ترغیبه که اولو الالباب تذکر میگیره از دین، تذکر میگیرن از آیات محکمات. خب جمله دوم راسخون فی العلم اینه که ربنا لا تزغ قلوبنا، ربا منحرف نکن دلهای ما را، بار الها بعد از اینکه ما را هدایت داده ایم، با بار الها ما ایمان آورده ایم به متشابهات، همه را از جانب خداوند متعال می‌دانیم، لذا قلوب ما را کج نفرما، با آزمایشات سنگین منحرف نکن دلهای ما را بعد از اینکه ما را هدایت دادی و عنایت بفرما
برای حبلنا عنایت کن به ما، اون هم از برگاه خودت رحمت که راه مستقیم در راه مستقیم ثابت قدم بمانی. انک انت الوهاب، شما وهابید و لذا شما بخشنده هستید، دلهای ما را از انحراف حفاظت کن و ما را بر صراط مستقیم ثابت قدم نگه دار. جزء سوم ایمان بالآخرت دارن ربنا، و میگویند این اولو راسخون فی العلم که ربا انک جامع الناس، شما هستید که جمع میکنید تمام انسانها را، لیوم ای فی یوم، در روزی که لا ریب فیه، شک در وقوع آن روز نیست. افی خاطر الله وعده آمدن آن روز را کرده. ان الله لا یخلف المیعاد، به تحقیق الله سبحانه و تعالی التفات از خطاب به طرف غیبت شد، خلاف وعده نمی کند. میاد به معنی وعده سر میمیه. لذا اولو الالباب مطیعند و از خدا هدایت میخواهند و همه چیز را از خدا میدانند، دنبال متشابه نمیرند. و پیغمبر علیه السلام فرمودند کسانی را که دنبال متشابه دارند میرند، بدانید که قرآن آنها را تسمیه به زیغ کرده، والذین فی قلوبهم زیغ. امروز هم اینها آیات محکمات را نادیده میگیرند و لذا دنبال این آیه متشابه اون آیه مبهم میچسبند و مقصد توجیه میکنند. خب آیات صریح الهی را چرا رد میکنند؟ با تخفیف اخروی الله سبحانه و تعالی میفرماید غیر از خدا دیگران را بخوانند مثل فرعون غرق میشوند و مثل قومهایی که بعد از فرعون بودند، آنهایی که تمرد کردند. میگه این آیات وقتی رسول علیه السلام تشریف آوردن به مدینه، با یهود عهد و پیمان و قول و قرار بود و خلاصه اینها دیگه قبول کردند و گفتن که این پیغمبره. وقتی واقعه احد، واقع بدر واقع شد، اینا تمایل به ایمان پیدا کردن. بعضی گفتن نه صبر کنیم تا یک معرکه دیگر. واقع احد که آمد و تعدادی از مسلمانان شهید شدن، اینها متردد شدن و اینها توی شک افتادن. به این خاطر پیغمبر علیه السلام به آنها گفت ببینید شما باید درس عبرت از اهل بدر بگیرید. قریشی ها با اون همه تجمع بزرگی که داشتن، الله سبحانه و تعالی آنها را شکست داد با همه تجهیزات نظامی که داشتن. لذا تمرد نکنید. اینها گفتن پیغمبر علیه السلام که تو فریب نخور که تعدادی مردم بیخبر از جنگ را تو ضربه زدی در بدر، لذا تو میتوانی. اینجا مردم بسیار متجرب و سیاستمدار و انسانهای بسیار تجربه کارند. قرآن عظیم و شان آنها را تهدید کرد و گفت که باید شما درس بگیرید. ان الذین کفروا، آنهایی که کفر میکنند به خاطر اموال و اولاد و جمعیت مغرورند، آنها بدانند که هرگز دفع نمیکند از سر آنها اموال آنها و نه اولاد و نه امکانات نظامی آنها من الله ای من عذاب الله شیئا، هیچ چیزی. کثرت اولاد و کثرت مال جلوی عذاب خدا را هرگز نمیگیرند. و اولئک هم وقود النار، و اینها هستند هیزم جهنم که آیات الهی را انکار میکنند و مغرورند به خاطر مال و اولاد. اینها هیزم جهنم هست. حالت عادت این حال اینها کذاب آل فرعون، خبر مبتداش دابهم یعنی عادت اینها و حال اینها مثل عادت و حال آل فرعون. فرعون چه عادتی داشت، آل فرعون چه عادتی داشت و آنها با چه حالی مواجه شدن. این کفار زمان شما هم عادتشون هم حالشون، چون داب را به معنی عادت میکنن. عادت و حالت اینها مثل عادت و حالت آل فرعون هست.
و اون کافرهایی که قبل از فرعون ها بودن، آل فرعون بودن، مرض آنها این بود که کذبوا بآیاتنا، فرعون و آل فرعون و اون قوم هایی که قبل از فرعون بودن همه تکذیب کردن آیات ما را و انبیاء ما را و ثمره تکذیب این شد که فاخذهم الله بذنوبهم، الله تعالی آنها را گرفت کرد مقابل گناه آنها. او الله شدید العقاب هست، هر زمان الله عذاب بده، جلوی عذاب خدا را هیچ کسی نمیتونه. بگو اینها که به خاطر اموال و اولاد مغرورن، قل للذین کفروا به وقت نصارا هم بگو و به یهود هم بگو، این دیگه به اهل کتاب که یهود و نصارا هم بگو برای آنهایی که کفر میکنن از یهود و نصارا، آیات را قبول ندارن، پیغمبر را قبول ندارن، بینها بگو که ستغلبون، شما در دنیا مغلوب خواهید شد و تحشرون و در قیامت و در آخرت شما حشر خواهید شد الى جهنم، به طرف جهنم، و بئس المهاد، و بدترین جایگاه جهنم هست. مهاد جمع مهد هست، یعنی محل آسایش، محل سکونت. بدترین مهاد، محل سکونت جهنم هست. نمونه ستغلبون، بگو بینها به این منکران یهود و نصارا وقت نجران را بگو که ستغلبون و تحشرون الى جهنم، در دنیا مغلوب کرده میشوید و در آخرت به طرف جهنم حشر کرده میشوید. نمونه ستغلبون برای آنها برای استدلال شما، قد کانت لکم، تحقیق بود برای شما ای یهود و ای نصارا یک نمونه بسیار بزرگی در دو جماعت که التقطا، اون دو تا جماعت با هم ملاقات شدن در جنگ بدر، در میدان بدر. نمونه آشکاری برای شما هست، یک نمونه بسیار بزرگ در اون دو جماعت که با هم ملتقی شدن در جنگ در بدر. فئتون صحابه اینها قتال میکردن در راه خدا و اخرى و جماعت دیگر کافر بودن. کافرها می دیدن اون مسلمانها را، اینجا خوب کسانی که جزوه دارن زده شده است مراجع ضمیر و دو توجیه دارن. وقتی اینها در بدر آمدن تعداد صحابه معروف 313 نفره، این مفسر من این الان دیده میگه 323 نفر، خلاصه معروف همینه که صحابه 313 نفر، بعضی 10 نفر اضافه کردن گفتن 323 بودن. و صحابه فقط 2 تا اسب داشتن، 6 تا زره جنگی داشتن، 8 تا شمشیر داشتن، 2 تا اسب داشتن و تعدادی شتر داشتن و اکثر پیاده. برعکس کفار 950 نفر بودن، 200 اسب داشتن، 700 شتر داشتن. اینها لشکر بسیار مجهز. به این خاطر اینها وقتی به بدر آمدن، حالا واقعه اینه در سوره انفال بیشتر تشریح است، اینجا به اندازه قرآن بیان کرده همین قدر. خلاصه خدا صحابه را به چشم کافر 2 برابر نشان میداد از خودشان. اونا فکر میکردن صحابه 2 برابر ما. این قدرت را الله سبحانه و تعالی اعمال کرد تا که آنها مرعوب بشن، ترس در دل آنها بیاد، یعنی متزلزل بشن، روب بشینه در دل آنها. و بعضی میگن گاگای این کافرها این خوب یک معجزه بود، یک کرامت بود که کفار صحابه را 2 برابر خود میدیدن. و گاگای معنی اینه که خود کافرها خود را 2 برابر میدیدن، بلکه 3 برابر بودن. صحابه 313 نفر، اونها 950 نفر بودن، که میگه 1000 نفر، بلکه 950 نفر. به هر حال 2 برابر دیدن.
الله تعالی میگه یک جماعت قتال میکرد در راه خدا که صحابه باشن، دیگری قتال میکرد، دیگر کافر بودن. یرونهم، حالا معنی اول، همین کافرها میدیدن خود را مثلهم دو برابر اون جماعت خدایی. رای العین با چشم سر، و اینجا وهمی نبود، یعنی دیدن وهمی نبود، یک روی یک حقیقتی. این یک معنی. معنی دیگر اینه که ضمیر هم به طرف مؤمنین باشه و ضمیر هم به طرف کفار. این کفار می دیدند اون مؤمنین را دو برابر خود با دید چشم، یعنی چنین وهم می کردند که آنها از ما اضافه‌اند. این مطلب را هم قرآن عظیم الشان بیان کرده. الله سبحانه تعالی میگه شما را من در چشم آنها کم کردم، آنها را در چشم شما کم کردم تا که شما بیایید به نزدیکی. گاهی مؤمنین را کم نشان میداد الله تعالی و گاهی کفار را کم نشان میداد. به هر حال این توجیهی که من دارم دو معنی برای مرجع ضمیر یرونهم. کافرها میدیدن خود را دو برابر مؤمنین، یا کافرها میدیدن اون مؤمنین را دو برابر خود با چشم سر. والله یؤید رفع استبعاد. پس اینها را الله تعالی مسلمانها را دو برابر آنها نشان میداد، یک نصرت الهی بود و خدا تایید میکند با نصرت خودش هر کس را که بخواهد. ان فی ذلک، به تحقیق در این داستان یک نمونه بسیار بزرگی لأولی الابصار هست، آنها که بصارت دارند، آنها از این درس عبرت باید بگیرند. حالا وجه مغلوبیت کفار را الله تعالی بیان میکند که کفار مطمع نظر آنها دنیا مزین قرار داده شده برای انسانهای کافر. حب الشهوات، محبت الشهوات. شهوات معنی چی؟ یعنی آنچه که طبیعت آنها را اشتها دارد و میخواهد. ما یقتضیه الطبیعت و تشتهیه الانفس، اونها را میگه شهوات، آنچه را که نفس خواهش میکند. خب محبت خواهشات نفس برای انسانها مزینه. به وجه عدم قبول مشرکین دعوای توحید را شهوات برای آنها مزین کرده شده. اون شهوات چیه؟ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. الله تعالی میگه شهوات زنان برای کفار مزینند، مرد برای آنها خیلی ترسید. چرا اینجا نساء را از بنین جلوتر آورد؟ که انسان برای دادن برای زن خیلی جود بود. یک شخصی که توانایی داشته باشد بخواد یک خانمی مورد نظر را بگیرد، شاید از اون مال طلب بکنن و دریغ نکنن، هر چی بخواهی امیدی، به شرطی که داشته باشد در دادن مال برای زن کوتاهی نمی‌کنه. اگر که محبت زن دوام محبت اولاد را ندارد، محبت اولاد خیلی دوام دارد و محبت زن این دوام را ندارد. به این خاطر قرآن عظیم الشان اول از زنان شروع کرد که برای انسانهای بی‌ایمان مزینن محبت زن. او از محبت زن نمیتواند. حالا شهوات این مبهمه. من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة، اینها تفسیر آنند و بیان آن هستند. من النساء، حالا من اینطور مانه برای کفار مزین هستند زنان، محبت زنان خیلی زیباه. لذا کسی که در حب زن است او در میدان قتال خود را به کشتن نمیدهد. محبت اولاد برای اینها مزینه، لذا در میدان قتال اونها خود را به کشتن
به خاطر محبت فرزندان میگه جدا میشن، فرزندهای من غریب میشن، ناتوان میشن، خدمتکاری بدون سرپرست میمانند. و همچنین قناطیر المقنطره، خزانه ها و کوله های روی هم انباشته. قناطیر به معنی خرمن ها، المقنطره روی هم انباشته. اون خرمن های روی هم انباشته از گندم و جو نیستن، من الذهب و الفضه. حالا به تعبیر انا اون دلارهای روی هم انباشته در بانک های دنیا، اینها را نمیگذارن در میدان جنگ خوب نبرد کنن، این همه دلارها میمانند. محبت خزانه های روی هم انباشته از سلاح و نقره، اینها را نمیگذارن در میدان نبرد که به جنگ خوب بیایند. و همچنین قرآن فرمود و الخیل المسومه، و اسبهای علامت شده به خوبی. اسبهای خوب عربی اینها علامت داشتن به خوبی. حالا به تعبیر امروز اگه بکنیم سوپرهای مدل بالا، برای اینها محبت آنها اینها را نمیگذارد، محبت سلاح و نقره اینها را نمیگذارد، محبت سواری های مدل بالا که اینها میمانند، اینها آتش میگیرند، اینها بهر یک موشک میشن، اینها را نمیگذارن بیان در میدان. والانعام و دامه های زیاد، رمه ها و گله شترها، محبت این دامه ها اینها را نمیگذارن. سبحان الله. بنین و نساء برای همه انسان ها محبوب. قناطیر مقنطره من الذهب و الفضه برای تجار، خیل مسومه هم برای تجار، اسبهای سواری خوب تاجرها داشتن. انعام برای دامدارها، دامداری برای دامدار خیلی مزینه. اول حرف و کشاورزی، اینها محبت کشاورزی اینها را نمیگذارد بیان. باغ ویل میشه، زراعت ویل میشه، بدون آب میشه، به موقع اینها آب نرسه اینها محصول نمیدن. لذا انصاف انسانها را الله سبحانه و تعالی گرفت که محبت این چیزها اینها را نمیگذارد که اینها در میدان نبرد با آن انسانهایی که برای آخرت می جنگند مقابله کنند. همه این چیزها، زنان باشند، بنین باشند، قناطیر مقنطره من الذهب و الفضه، خیل مسومه و انعام و حرث، همه اینها سامان حیاتی دنیا. متاع به معنی سامان، اینها سامان هستند در حیاتی دنیا. متاع الحیات دنیا قلیلا و حقیرا. دیگه جای قرآن فرمود متاع قلیل لا یغرنک تقلب الذین کفروا، متاع قلیل ثم مأواهم جهنم و بئس المهاد. همه این چیزها سامان بسیار مختصری هستند. والله عنده حسن المآب، الله سبحانه و تعالی نزد او هست بهترین انجام. پس الله سبحانه و تعالی الان مطمع نظر، مورد نظر مؤمنین را بیان می‌کند. قل اعنبئکم، بیان حسن مآب هست، ترغیب الاخره. و مورد نظر مؤمن، مورد نظر مؤمن از زندگی آخرت او با مرگ در راه خدا به آخرت زودتر. بین خاطر الله تعالی میگه بگو بینا، آیا من به شما خبر بدم به چیزی بهتر از این چیزهایی که ذکر شدن؟ من پیغمبر مؤمنین به شما اطلاع بدم به چیزی که به خیری از این چیزهای ذکر شده، به خیری که به درجه ها بهتر است، به چیز بسیار بهتر از اینهایی که ذکرشون شد. اون چیه؟ الله سبحانه و تعالی میگه باغهای دائمی للذین اتقوا، برای آنهایی که اجتناب میکنه از کفر و شرک و از نافرمانی. نزد رب آنها باغهایی هست، این مبتدای مؤخره، جاری از زیر آنها نارها خالدین فیها. و دیگر و ازواج مطهرات، اینجا گفت که خب زنان
محبت زنان نمیگذارن برن به میدان که میمیرن و این خانم با این همه حسن زیبایی میمانه. الله تعالی میگه در جنت اینجا یک خانم زیبایی میماند، در جنت ازواج مطهرتون هست برای آنهایی که از نافرمانی خدا کفر و شرک اجتناب میکنن با این کیفیت تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. این همه کمال تنام. و ازواج مطهرتون و جفتا و زنانی هستند بسیار پاکیزه، هم از نظر اخلاق، هم از نظر ظاهر و هم از نظر سیرت و صورت. و از همه بزرگتر رضوان من الله، رضامندی از خدا که از بندگان خوشنود میشه. رضوان من الله این نعمت روحانیه، رضای الله از بندگان. سبحان الله. وقتی پرونده نعمت خالق رب از کسی راضی بشه، این انسان دیگه در چه کیفیه؟ کسی که همه چیز را به من عنایت کرده از من خوشنوده. رضوان من الله این نعمت روحانیه. روح انسان از این نعمت بسیار لذت میبره. اون نعمت های جسمانیه، این نعمت روحانی. جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و ازواج مطهرة نعمت های جسمانی بودن، و رضوان من الله این نعمت روحانی. روح انسان شاد میشه. اگر کسی را در یک باغی و در یک امکاناتی و در تمام آسایش ببرن، یک امکانات بزرگی را در اختیارش بگذارن و بگن صاحب این نعمت و این امکانات، این ساختمان، این هتل، این همه امکانات از تو خیلی ناراضه، آیا اون انسان لذت میبره؟ صاحب باغ از تو ناراضه. حتی اگر کسی متوجه باشد که پدر خانمش هم ناراضه، او هم نمیتونه لذت با کسی ببره که پدر خانم که ناراضه چه فایده‌ای؟ پس خانم هم نمیتونه خوشنود بشه. در حالت افسردگی، در حالت پریشانی، الله سبحانه و تعالی با گفتن رضوان من الله این همه نعمت ها کیفیتشون میره بالا که صاحب این باغ، صاحب این ازواج مطهره، مالک و خالق اینها راضی، خوشنوده. این روح انسان شاد میشه. والله بصیر بالعباد. الله تعالی حال بندگان خود را میداند که کدوم بنده برای آخرت است و کدوم بنده برای دنیا. بدل یا صفت از عباد. الله بصیر بالعباد. عباد الف لامش معبودیه، یعنی از بندگان خوب خودش آگاه دارد. حالا بندگان خوب خدا کیا هستند؟ میگه الذین یقولون، بندگان خوب خدا کسانی هستند که میگوین ربنا اننا آمنا، فقط اول ایمان، ربا به تحقیق ما ایمان آورده ایم. بندگان خوب اولین علامت بندگان خدا همینه که خدا را فریاد میزنند. ای نجرانی ها، شما چرا عیسی ابن مریم فریاد میزنید؟ بندگان خوب خدا که جنت پر از نعمت با ازواج مطهره به آنها عنایت می شود، اونها فقط خدا را فریاد میزنند. ربنا منادا، حرف نداش محذوفه، یا ربنا اننا آمنا، به تحقیق ما ایمان آورده ایم. جمله اسمی آورده. لحاظا دوم مناجات، فاغفر لنا ذنوبنا، ببخش برای ما گناهان ما را، وقنا عذاب النار، حفاظت بفرما ما را از عذاب جهنم. این بندگان مقرب الهی است. دیگه صفت سوم الصابرین، بندگان الهی صابرند، برای حصول مطالب و رتبه آنها صبر دارند.
صابرا بر طاعت الهی، صابرا بر معصیت و مشکلات، صابرا عن المعصیت، معصیت نمی کنن. و صفت چهارم الصادقین، لسانا و قلبا و نیتا راستگو هستند. والقانتین، اطاعت کننده دستورات خداوندند. والمنفقین، انفاق کننده هستند در راه خدا. والمستغفرین بالاسحار، بعد استغفار و بخشش میخوان سحرها بعد از اعمال فوق، که صابرن، صادقن، قانتن، یعنی اطاعت کننده هستند، انفاق میکنن، بعد هم احساس غرور ندارن، خود را بزرگ و اولیاء الله حساب نمی کنن، بلکه والمستغفرین بالاسحار، سحرها به دعا و نیایش و استغفار می پردازند که خدایا این شبها روزها به غفلت گذشتن، ما گناهگار و مجرمین. بندگان الهی که جنت با این همه ناز و نعمتها به آنها میرسند این اوصاف را دارند. غیر از خدا کسی دیگر را فریاد نمیزنند، خدا را بخشنده و آمرزنده میدانند و بس. از خدا اطاعت میکنن، مال و خود را در راه خدا انفاق میکنن. آیه توحید اول بود الله لا اله الا هو الحی القیوم، تا هو الذي انزل عليك الكتاب. باز در وسط بیان آیات تقسیم شدن متشابه و محکم، و باز تهدید ذکر شد برای کفار که تسلیم بشن. مورد نظر کفار را بیان کرد که امکانات دنیا همین برای کفار مزینه و کفار از خدا غافل کرده. زنان و بنین و قناطیر مقنطره و خیل مسومه و انعام و هر این چیزها هستن. سروران گرامی، قرآن نقشه کشید که انسانها را از خدا از آخرت غافل کرده و حقا امروز همان چیزی که کفار را از خدا غافل کردن، مؤمنین را هم از خدا همون چیزها غافل کردن. آزادی هر جا، زن امریکایی در اختیار، زنان برای اینها مزینن، بنین برای اینها مزینن، قناطیر مقنطره. خواستم آیه توحید مرتبه دوم، الله سبحانه و تعالی آیه توحید را بیان میکند، از کتب سابقه دلیل نقلی هم ذکر میکند. شهد الله، شهادت میداد الله تعالی در تمام کتب سماوی، شهادت را داده که انه بر این مضمون شان این است لا اله الا هو. در تمام کتابهای آسمانی الله تعالی این شهادت را داده است که معبودی غیر از او نیست. و همچنین فرشتگان الهی اینها هم گواهی میدهند که معبودی غیر از خدا نیست. و اولو العلم، صاحبان علم هم شاهدی میدهند. سبحان الله، فضیلتیه. الله هم شاهدی میده که غیر از او دیگه معبودی نیست، فرشتگان هم گواهی میدن که غیر از او دیگه معبودی نیست، و صاحبان علم هم گواهی میدن آنها که علم صحیح دارن که معبود فقط الله هست، عبادت به او اختصاص دارن. و این شهادت الهی، شهادتی که الله میده، شهادت غیر صادقانه نیست، بلکه قائما بالقسط. و مراد از اولو العلم انبیاء و اولیاء علیهم السلام. انبیاء و اولیاء هم گواهی میدن که غیر از خدا دیگه معبودی نیست. اولو العلم انبیاء و اولیاء، در حالی که الله تعالی قائم به عدل، ناحق الله تعالی شاهدی نمیده. خلاص لا اله الا هو، نیست الهی معبودی که لایق خواندن و پرستش باشد غیر از او. او عزیز در عذاب دادن توانا هست، بسیار غالبه در عذاب دادن، حکیمه که اگر چند صباحی مهلت داد از مهلت او نباید سوی استفاده کنه. و همچنین در کتب سابقه این مطلب هست
که ان الدین عند الله الاسلام، دین نزد خدا اسلام. اسلام به معنی تسلیم شدن که بنای آن بر توحید باشد، چون که دلیل نقلی از انبیا فرشتگان هست، نه تنها از خداوند متعال دلیل نقلی گفته شده است. ذکر نصاب تعلیم و وجه قتال و جهاد، الله سبحانه و تعالی می فرماید دین حقی که در دنیا هست اون دین اسلام. اسلام لقب دین پیغمبر صلی الله علیه و سلم شده. وقتی رسول علیه السلام آمد، دین رسول الله که ملقب از اسلام و ایمان بود. اسلام به معنی در لغت به معنی تسلیم شدن در برابر فرمان خدا. اگر خدا گفته منه بخوانید او را بخوانیم، منه سجده کنید او را سجده کنید، تسلیم شدن در برابر حکم خدا، این هست اسلام. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا اول المسلمین. من تسلیمم و من اولین کسی هستم از این امت که در برابر فرمان خدا تسلیم شدم و تمام عبادتهای زبانی و بدنی و عبادتهای مالی، موت و حیات من به او اختصاص دارد و در این عبادتهای من خدا شریکی ندارد. به خدا اختصاص دارد چون رب العالمین است، به خدا اختصاص دارد یعنی لا شریک له هست و ماموریت من پیغمبر هم همین. ان الدین عند الله، دین حق نزد خدا فقط اسلام هست که بنای او بر توحید شده، بنایش روی توحید است. زجر و جواب شبهه که پس این دو دستگی ها از کجا؟ دین نزد الله تسلیم بودن است، همه برای خدا باید تسلیم بشن. این دویی ها، یهودیت، نصرانیت، این فرقه و فرقه بازی ها، این همه مذاهب، اینها از کجا آمدن؟ الله سبحانه و تعالی می فرماید اینها را انادی ها، ضدی ها، معاندین در دنیا ایجاد کردن. انبیا علم صحیح را آوردن، اونها به خاطر اناد با انبیا و کینه لحاظ دین جداگانه را طراحی کردن. اختلاف نکردن آنهایی که داده شدن کتاب الا مگر بعد از این که آمد پیش آنها علم. اختلاف نکردن الا بغیم بینهم، مگر برای اناد و حسدی که بین آن صاحبان کتاب و بین دعات توحید بود. به هر حال اختلاف نشأت گرفته از جانب علمایی که بعد از انبیا وارث علم شدند و راهای انحرافی به مردم آموزش دادند. وقتی نبی آمد و آنها را دعوت کرد، آنها اناد کردند و حاضر نشدند از اون کانال نادرست خود برگردند. همون اختلاف انداخت، چه کسی انداخت، برای چه انداخت، چه زمانی انداخت. قرآن عظیم و شان به کرات این آیه را ذکر میکند و در چند مراحل خوانده ای. و هر کسی کفر کند به آیات الهی، یعنی آیات منزل من الله را نپذیرد که مثل وقت نجران و یهودی ها، تو فإن الله سریع الحساب، الله تعالی زود حساب میگیره. در دنیا هم اینا را معذب میکنه و در آخرت. هر که رسول خدا را و آیات الهی را نپذیرد. بعد از جواب برنامه تعلیم را عرض بفرمایید. خلاصه این بیان شد. اکنون نصاب تعلیم و وجه قتال را شما برای اینها مطرح کنید. فإن حاجوکا، اگر این وفد نجران و یهودی ها با شما خصومت کردن پیغمبر، شما به عنوان آخرین جواب بگویید برای اینها که اسلمت وجهی لله، من پیغمبر تسلیم کردم چهرم را خاص برای خدا، پیش کسی دیگر من این چهره را به زمین نمی مالم. شما برای عیسی ابن مریم سجده می کنید و می خوانید، یکی برای عزیر، یکی برای کسی دیگر. لہذا
من تسلیم کردم چهرم را برای خدا، فقط خاص برای خدا، چون لام لله برای اختصاصه، و همچنین پیروان من چهرهشون فقط برای خدا تسلیمه. اسلمت وجهی لله عبارت میگه ای اخلصت لله عبادتی وحده لا شریک له یقول ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. من و متبعان ما چهره خاص برای خدا تسلیم کرده. و با تفصیل برنامه تعلیم کل الذین اوتوا الکتاب والامیین، بگو پیغمبر من به اینها که کتاب داده شدن، یهود نصارا، والامیین به اون امیین یعنی قریشی ها، اسلمتم استفهام طلبیه، شما تسلیم میشوید؟ شما تسلیم میشید؟ پس اگر تسلیم شدند و هدایت شدند، و ان تولا اگر اعراض کردند فعلیهم الضرر لا علیک، ضرر بر آنهاست نه بر شما. چرا؟ فانما علیک البلاغ، چون به عهده شما فقط تبلیغ هست، شما این وظیفه را داری، این فریضه شما ہے و اون هم الحمدلله شما انجام داده اید. والله بصیر بالعباد، او خودش مجازات میکنه چون بصیر به عباده. کی انکار کرد که تسلیم شد، کی نشد، او خبر داره، لذا به موقع اینها را مجازات خواهد کرد. خودش مجازات میکنه چون خودش بصیر به عباد است. اکنون الله تعالی میگه یهود و نصارا ادعای اتباع انبیاء را داشت، ادعای اتباع اولیاء را داشت، ادعای محبت انبیاء و اولیاء را خیلی اینها مطرح میکرد. ما با انبیاء محبت داریم، ما با اولیاء محبت داریم، بگیم خاطر آنها را میخوانیم، سجده میکنیم، نذر میدیم، یعنی خلاصه عبادت که همینه. این عبادات جانی مالی که ما انجام میدیم این به خاطر محبت به انبیاء و اولیاء هست. الله سبحانه و تعالی میگه شما با انبیاء و اولیاء محبت داشت، پس چرا در طول تاریخ شما و پدران شما انبیاء و اولیاء را قتل کردید؟ انبیاء که شما را دعوت توحید دادن، در یک روز 43 نبی شما قتل کردید. خصوصا یهودی ها صبح انبیاء را قتل کردن، بعد از ظهر محبان و متبعین انبیاء را قتل کردن. به درستی کانا که کفر کردن به آیات الهی مرز اول، یعنی ادعای بزرگ کردن، کفر به آیات الله کردن و یقتلون النبیین و قتل کردن انبیاء علیهم السلام را، در یک روز 43 نبی را قتل کردن بغیر حق. به زعم خود آنها حقی نبود که آنها را کشتن، ناحق کشتن و قتل کردن. بعد از ظهر امتداد مرض، اونجا مرض چقدر شدیده، نبی قتل کردن و بعد از ظهر نگه ولی قتل کردن و قتل کردن آنهایی را که امر به عدل کردند و توحید، یعنی دعات توحید را که متبعان انبیاء بودن بعد از ظهر قتل کردند. پس بشارت بده اینها را به عذاب علیم. خب اگر نبی قتل کردن نیکی هم کردن، اگر ولی قتل کردن نیکی هم کردن. الله تعالی میگه هر نیکی با این کفرها، کفر به آیات الله، قتل انبیاء و قتل اولیاء الهی، قتل دعات توحید، اینها خودشان کفرن. تمام نیکی های دیگری که اینها کردن به خاطر این سه کفر، اگر کسی را به خاطر توحید میکشن اینها کافر میشن. به خاطری که دعات توحید را اینها کشتن، به خاطر دعوت توحید کشتن، دیگه هیچ جرم اینها نداشتن، لحظه اینها با کافر شدن. کسی
مؤمن را بکشد به خاطر این که مؤمن است او کافر میشه. دیگه هدفی دارد مؤمن را میکشد، شاید به درجه کفر نرسد، لیکن کسی که قتل مؤمن را به خاطر ایمان حلال میداند، به خاطر توحید، اون انسان کافر میشه و خالد فی النار میشه. الله تعالی میگه هر نیکی به خاطر کفر به آیات الله، قتل انبیاء و قتل دعات توحید، اونهایی که یامرون به قسطی عدل، توحید عدل، به صاحب حق دادن، عبادت حق خدای، اما حق خدا را بدی، عبادت کنی جانی مالی زبانی. تو الله تعالی جواب میده اولئک الذین حبطت اعمالهم، اینها اگر عملی دارند به خاطر قتل انبیاء، قتل اولیاء و به خاطر کفر به آیات الله، یعنی آیات توحید، نابود شدن همه نیکی های آنها در دنیا و آخرت به سبب این امور مذکوره، در دنیا و آخرت به خاطر کفر به آیات الله، به خاطر قتل انبیاء و به خاطر قتل الذین یامرون بالقسط، اینها کافر شدن و تمام نیکی هایشون برباده. اینها کسانی هستن نابود هستن اعمال صالحانه مثل صدقه و صلت رحم در دنیا آخرت و نیست برای اینها هیچ مددگاری، هیچ یاوری که برای اینها شفاعت کند و اینها را یاری بده روز قیامت. انبیاء قتل کردند، اولیاء قتل کردند، برای دینات یکی به شفاعت کند. زاجر برای اهل کتاب که در درجه دوم بودند. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، سبحان الله. آیا نگاه نمی‌کنی پیغمبر به طرف کسانی که داده شدن یک سهمی از کتاب که برای هدایت آنها کفایت میکرد؟ انبیاء را خدا علم بسیار بزرگی داده، لیکن این علما که یک قسمتی از علم خدا دارند، سهمی از کتابهای آسمانی دارند، شما نگاه نمی‌کنی به طرف این ملاها که داده شدن یک قسمت و یک نصیبی از کتاب الهی؟ شما نگاه نمی‌کنید به طرف اینها که یدعون الی کتاب الله، خوانده میشوند به طرف کتاب خدا؟ بیایید دلیل از کتاب خدا بیارید تا که فیصله کند اون کتاب الله اختلافات مذهبی را بین شما. شما نگاه نمی‌کنید به طرف اینها که وقتی اینها را می‌خوانند بیایید دلیل از کتاب الله بگیریم تا کتاب الله قاضی من و شما بشود؟ ثم یتولا، بعد از دعوت الی کتاب الله یک دسته از اینها اعراض میکنند. مرض اول تولی، مرض دوم این اعراض اینها از شبهه نیست، بلکه عادت کردن که از فرمان خدا اعراض کنند و هم موردون. چرا اینها به حکمیت کتاب الله تن در نمیدهند؟ خاطر این که یهود و نصارا، علماء یهود و نصارا چنین تفهیم کردن که ما هر چی بکنیم بر بندگان خدا، در حق آنها هر گناهی بکنیم، یعنی یهود و نصارا این مسئله را برای خود معتقد کرده بودند که هر گناه ما او بخشیده میشه. چرا؟ که ما پیغمبر زاده ایم، اجداد ما پیغمبر بودن. اگر خیلی مجرم باشیم چند سبای بیشتر تو جهنم نمیمانیم، چون پدران ما نمیگذارن خدا را به آرام. همه میگن فرزند منه، اولاد منه، فرزند منه، نواسه منه. ابراهیم میاد شفاعت میکند، موسی میاد شفاعت میکند، عیسی میاد شفاعت میکند. ما چون نبی زاده و ولی زاده ایم، هر چقدر هم گناه کنیم تو جهنم اولا که نمیریم، اگر بریم چند سبای بیشتر. الله تعالی میگه این نافرمانی و تمرد از احکام الهی به خاطر این اعتقاده که یهود و نصارا خود را مبرر از جهنم میدانند. این
امروز همین یهودی نصارا همین اعتقاد را دارند که ما هر جنایت و خیانتی بر مسلمان ها بکنیم، در کره خاکی بکنیم، بر هر کس هم بکنیم، کسی ما را نمیپرسه، جهنمی نیست برای ما که وارث جنتی. این بدبختیه که امروز رحم در دل یهود و نصارا نمانده. از همون زمان قرآن در حقیقت میگه ذالک، این تولی از کتاب الهی به سبب این است که آنها گفته بودند و این عقیده را داشتن که لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. اولا که خدا ما را عذاب نمیده، اگر بالفرض عذاب بده گناهگار بین چند سبای بیشتر نیست. هرگز مس نمی کند ما را آتش الا غیر از چند روز. خیلی که مجرم میشه، اولا که ما را جهنم هرگز و ببین لن بر سر تمسا آمده، هرگز ما را جهنم مس نمی کند الا ایام معدودات. اون هم 40 روزی که پدران ما گوساله را پرستش کرد، فوقش ما را 40 روز خدا عذاب میده، بعد میریم جنت. الله تعالی میگه این اعراض از دستورات من خدا و از فرمانهای انبیا به خاطر این اعتقاد باد. و به این خاطر الله تعالی فرمود حالا شما هم جمعی بینید مردم میگه بابا حسابدار جنت و جهنم حضرت علیه، هر کس را بخواهد او میبره تو جنت، هر کس را بخواهد میبره تو جهنم. و این تبلیغات در حد گسترده نیست. شما ادعای دیدید که اینها بگن خدای ما را ببخش، چی میشه حال ما، اضطرابی، ناراحتی، پریشانی نسبت به آخرت. شما از هیچ احدی از اینها نمیشنید، غفلت کامل از آخرت. خوب تجربه کنید. من یک رفیق داشتم خدا مغفرتش کند، او بر همه این چیز را گفت واقعا من شما هرگز نمیبینی نبی خدا ما را ببخشه، خدای چه حال ما میشه، ما چطور میشیم. همین به سوادهای بلوچ وقتی فشارشون میاد خدا آخرت خوب بکند، دنیا میگذره. اینها هرگز این چنین نمیگه، کاملا غفلت از آخرت. الله تعالی میگه این تولی از احکام خدا به سبب این است که اینها گفتن لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، هرگز آتش ما را مس نمی کند مگر خیلی گناهگار باشین، چند سبای بیش نیستن، انگشت شمار 40 روز بیشتر تو جهنم نمیریم. الله تعالی میگه وغرهم فی دینهم ما کانوا یفترون، اینا را مغرور کرد و فریب داده نسبت به دینشان، آن اعمال و عقایدی که خود اینها ساختند، خود اینها اعتقادی درست کردند. کلیددار جنت، جهنم، متصرف در دنیا، انبیا را معرفی کردن، اولیاء را معرفی کردن. شما دیدی در جلسات اینها یک موردی درباره خدا حرف بزنن؟ هرگز در مورد خدا حرف نمیزنن. فلان امروز فلان ولی متولد شده و فلان ولی مرده و فلان ولی نمیدانم شهید شده و تمام شب و روزشون توی همین ایام میگذره. امروز شهادت، امروز ولادت با سعادت، امروز شهادت نمیدانم با کرامت و فردا نمیدانم چیه و اینها این طوری هست، یکی جبروتی و یکی ملکوتی و همین کارها. آنچه خدا میگه چی با خدا چی کاری داره، با کلام خدا. حالا از خود من بگذاریم از همین سنی ها، اینا با کلام خدا کار نداره. اکثری چیزهایی را ما دنبال میکنیم که درد ما را نمیخورد. وغرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. یک سری اعمال، یک سری عقاید، یک سری کارهای ما را به خود مشغول کرد، مغرور کرده اینها را نسبت به دینشان، اون خرافاتی که خود آنها اختراع کردن، اون جماعی ها، اون اول شامی ها، اون حیله اسقاط و اینها را مغرور کردن، خودشان درست کردن. رسول الله بلد نبود حیله اسقاط، ابو بکر و عمر و
حضرت امام ابو حنیفه اینها بلد نبودن. ها تبریه میکنین روزان نمازش را از گردن او ساقط میکنیم و بعد میشینن دیوان میکنند و تقسیم میکنند. چیزهایی که دین آوردن. و غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. اولیا دست ما را میگیرن، ما دستگیری از پیران پیر غوث اعظم داری. بابا اولا تو ثابت کن که پیران پیر بخشیده شد پیش خدا. خب این هم تسلیم، پیران پیر بخشیده شده است. تو این ثابت کن که پیران پیر اجازه دارد برای تو شفاعت کنند. پیر و از پیر دستگیری دارند. پیران روز قیامت دست مریدان را میگیرن. غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون. خوب توجه کنی، هر چیز اضافه اللہ تعالی گفته نه اونجا عدالته، اونجا حسابه، اونجا کتابه. نضع الموازین بالقسط. پیغمبر را جدا حساب میگیرم، ولی را جدا حساب میگیرم، فاسق و فاجر را جدا حساب میگیرم. اونجا همینطور هر چی دل ما بخواهد هست. حالا اللہ تعالی میگه فکیف اذا جمعناهم لیوم لا ریب فیه. چی میشه حال این بدبخت ها وقتی من جمع میکنم همه اینها را؟ یعنی چقدر زشت و نازیبا میشود وقتی من جمع میکنم اینها را. لیوم یعنی فی یوم لا ریب فیه. هیچ شکی نیست در آن روز، روزی که من اینها را جمع میکنم در وقوع آن روز شکی نیست. اونجا پارتی و پارتی بازی نیست. و وفیت کل نفس ما کسبت. کامل پرداخت کرده میشود هر نفسی مقابل کسبش. چه کسب کردی؟ چقدر نماز داری، روزه داری، حج داری، زکات داری، ذکر داری، تلاوت داری، خرج داری، چه داری؟ بفرما. نبی زاده بفرما تو چه کردی؟ ولی زاده بفرما تو چه کردی؟ و وفیت کل نفس ما کسبت. کامل پرداخت کرده می شود هر نفسی هر چی کسب کرده. کسب خیر جزای خیر، کسب شر جزای شر. اونجا دیگه نگفت که انبیا زادگان استثنان، اولیا زادگان استثنان، آخوند زادگان استثنان، سیدها استثنان. نه، وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. یک ذره ظلم بر هیچ انسانی نمی شود. دو صورت ظلم هستند، احتمال دارد حسنات ما را به حساب نیارد. این هم ظلم. اللہ تعالی میگه جزوی ظلم نیست. سیئات ما را به حساب نیارد. ببخشید، سیئات ما را مضاعف کنه. یک گناه را 10 گناه، یک گناه را 2 گناه، یک قتل را 100 قتل بنویسن ظلمه. من یکی را کشتم، شما 100 قتل برای من نوشتن، این هم ظلمه. حسنات پای حساب نیان هم ظلمه. سیئات مضاعف بشون هم ظلمه که اللہ تعالی میگه هیچ ظلمی نیست. اصلا ظلم نیست. اینجا لا یظلمون. هر انسان در مقابل کسب خودش باید بره جواب بده. این پیرزاده آقازاده، یعنی پسر پیر نماز نخوانه خدا نمیپرسه، پسر پیغمبر هم نماز نخوانه خدا نمیپرسه. اگر پسر گدا نماز نمیخوانه پای حسابش میارد، و اگر نبی زاده خیانت کند و خدا پای حسابش نیارد، پس عدالت احکم الحاکمین چیه؟ بی ایمان ها برای خود همینطور درست کرده بودن. ما آقا زاده ای، ما پیر زاده ای، ما نبی زاده ای، ما ولی زاده ای، ما فرزندان یعقوبی، جهنم با ما چیکار داره؟ محمد ما را تهدید میکنه. الله تعالی گفت کبابتون میکنه. وفیت کل نفس بما کسبت و هم لا یظلمون.
امروز هم همین خرافات در اذهان مردم جا زدن. شما دستگیری از پیرها داری، دستگیری از پیرها داری، نماز نمیخوانی، روزه نمیگیری، حج نمیکنی، زکات نمیدی، ذکر نمیکنی، تلاوت نمیکنی، قرآن نمیخوانی، جهاد نمیکنی، بلکه با ابو شبیله همکاری که بله پیغمبر زاده کارت نداره. میارم بپای حساب هر انسان را، اینطور نیست. آیه سوم توحید هست. بگو اللهم مالک الملک، فریاد بزن. و خدا به پیغمبر چی میگه؟ و خدا به پیغمبر چی میگه؟ مرا فریاد بزن. اللهم بمعنی چیه؟ اللهم بمعنی چیه؟ یا الله. و پیغمبر فریاد زن است و خواننده است الله را. شان نزول آیه را گفتن که وقتی پیغمبر علیه السلام محاصره بود با احزاب و او خندق میزد، اینها به سنگگیر کردند و رسول پاک صلی الله علیه وسلم پایین آمد و زد و بعد مژده داد که خدا به شما کاخه های ایران و روم را میده. شما بر کاخه های ایران و روم هم خدا شما را مسلط میکنه. شروع کردن منافقینی که در جمع بودن که از گرسنگی به شکمش سنگ بسته و از ناداری و فشار در شهر کوچکی یثرب محاصره هست، خواب ابرقدرت ها را میبینه. الله تعالی نازل کرد قل اللهم. امروز مردم اعتقاد دارن که بوش و بلر و شارون هرچی بخواهن میشه. درسته؟ و ذهن مردم همینه دی؟ هرچی نبر قدرت ها، خصوصا اینجا که تحقیقات به افغانستان و عراق شد، دیگه همه مردم ایمانشون اینه، اعتقادشون اینه که جهان هرچی بوش و بلر و شارون بخواهن میشود. همینطور اعتقاد ندارن؟ ها مردم های خوب نمازی میگن بابا هرچی ابر قدرت ها بخواهن تبونه. این دیگه حرف های ولی این هم یک تبلیغ شیطانیه. یعنی در برابر اینها نباید نفس کشید. بوشه ها بلرها هرچی بخواهن همونه. الله تعالی به مسلمان ها گفت، به پیغمبر گفت موظفید که شما در دنیا اعلان کنید که مشیت خدا در دنیا کار می‌کند. مشیت بوش و بلر و شارون کار نمی کند. هرچی الله بخواهد همون خواهد شد. شاه کند، گدا کند، عزیز کند، ذلیل کند، او فقط خدا هست. خدایی که گرفت داد به بوش و همون خدا هست که میگیره از او میده به کسی دیگر. این اعتقاد کسی بگه که مشیت قدرت ها در دنیا هرچی قدرت ها بخواهن همون میشه، این اعتقاد کفری هست. او هنوز ایمان نآورده به خدا. او هنوز این ایمان نآورده که همه چیز به مشیت الله. هر اعتقادی که انسان داشته باشد که مشیت ابرقدرت ها هرچی ابرقدرت ها بخواهم میشه، نه، این اعتقاد ایمانی نیست، اعتقاد کفریه. چرا؟ خدا موثق کرده پیغمبر تؤتی الملک من تشاء. کارنامه این مالک الملک. این مالک الملک چی کارنامه ای دارد؟ کاری هم میکنی، مالک الملک هستی. ربا میگه بله تو میدهی ملک را به هر کسی بخواهی. کرسی افغانستان را از داود گرفتی دادی به نورک، از نورک گرفتی دادی به ببرک، از ببرک گرفتی دادی به حفیظ. اگه بچلو گشتن زنانه، از حفیظ گرفتی و دادی به نجیب، از نجیب گرفتی و دادی به ربانی.
و از ربانی که گرفتی و دادی به کرزایی مالک الملک توی. این شاهان متعدد در زندگی ما در افغانستان تعبیر شدن. دادی به ملای بیوست چند سبایی و تنزع الملک ممن تشا. توی که گرفتی از ملاها و دادی به بوش توی ربا دیگه کسی نیست. تو عز من تشا پیراهن ذلت را بتنه هر کس که دادی تو میدهی. عزیز تو میکنی هر کس را بخواهی که عزیزش کنی. ذلیل تو میکنی. بله آنهایی که برای خدا جان میدن آنها هرگز ذلیل نمیشن، آنها عزیزن. همانطوری که محمد را صلی الله علیه وسلم از مکه به مدینه برد، آیه پیغمبر عزتی بود یا ذلتی؟ هر که برای خدا و بلال بسا ذلتن به چشم مردم، لیکن پیش خدا عزتن. بلال به گلویش تناب بود برای خدا. آیا بلال این تناب عزیز کرد یا ذلیل؟ سمیه دو تکه شد، آیا عزیز شد یا ذلیل؟ هرچی برای خدا می آید عزت است. به خدا تاریخ بیان کند که چه کسان عزیز بودند و چه کسان ذلیل بودند. اون روز که بلال را در مکه می گردانیدن تناب به گلو و شلاق می خورد و احد گفت آیا برای بلال عزتی نشد؟ شد یا نشد؟ امروز مسجد الحرام باب بلال دارد. این داستان ستمهای بلال را انسانها در دنیا ذکر می کنند و چشمشونش باران میشه. خدا چه عزتی دادی بلال را. گاگاهی در عین ظاهر ذلت عزت هست. توی ربا هر کس را عزیز میکنی که میخواهی و توی که ذلیل میکنی هر کس را که میخواهی. عزت از آن خدا هست. ان العزت لله وللرسول وللمؤمنین. عزت به خدا و رسول و مؤمنین اختصاص دارد، ولكن المنافقین لا یعلمون. خلاصه بیدک الخیر، تمام خوبی ها در قبضه قدرت تو هستند. انک علی کل شیء قدیر. انقلابات دنیا را و ریاست های دنیا را امروز مردم از انتخابات میدانند و از مردم میدانند و از این چیزها میدانند. الله تعالی میگه دلیل دیگر، همانطوری که نظام عزت و ذلت و خیر در قبضه خدا هست، این نظام هم در قبضه قدرت خدا هست. تولج اللیل فی النهار، داخل میکنید اجزای شب را در اجزای روز. روز بزرگ میشه، شب کوچک. تولج النهار فی اللیل، داخل میکنی اجزای نهار را در لیل. و تخرج الحی من المیت، اخراج میکنی جاندار را از بی جان. الله جاندار را، ابراهیم خلیل را توی که خارج میکنی من المیت، از آذر بی جان. انسان گویا را تو خارج میکنی از نطفه بی جان. جوجه زنده را تو بیدار میکنی از تخم بی جان. از هر نوع این تمام جاندارها یا از تخم بی جان یا از نطفه بی جان وجود دارد. تخرج المیت من الحی، تو اخراج میکنی مرده را زنده. کنعان مرده را از نوح زنده تو پیدا میکنی. حضرت علی زنده را از ابو طالب مرده تو پیدا میکنی. تخرج المیت من الحی. کنعان مرده را تو پیدا میکنی از زنده، از نو. یک توجیه همینه
که یک کافر را از مومن، یک کافر را از نبی. و ترزق من تشاء بغیر حساب، رب تو رزق میدی هر کس را بخواهی بغیر حساب. برای کسی چنان در رزق را برابر میکنه که حساب و کتاب نمیدانه من چقدر پول دارم، سرمایه خود را نمیتونه حساب بکنه. ترزق من تشاء بغیر حساب، لحاظا این همه به مشیت الهی، یعنی کدوم چیزی که بدون مشیت خدا باشه. چیزهای بسیار بزرگ همینه، نه؟ همه چیز به مشیت الله، به اراده الله. ملک خدا ویل نیست که هر چی بخواهد بکنه. تاریخ بوش و بلر تعیین شدن که این تاخت و تازها را بکنن، مشیت الهی شده است. روزی که الله تعالی بخواهد اینها را در زوالدان جهنم جمع کند، چنان حالاتی میارد که غیر مترکب برای انسان. الله تعالی هست این در دنیا هر چی می شود سروران گرامی به مشیت الله. البته رضای الله نیست چیزی دیگر، رزق به مشیت خدا هست. رضای هر جا که زیاد رزق مردم نگه که اینجا پس رضای خدا هست، نه، هر جا تحول تغییر این مشیت خدا هست. همه باید ما در برابر مشیت خدا تسلیم باشیم. مشیت خدا و قضا و قدر خدا یک چیز. اکنون قانون کامیابی را بیان میکنه. تا اینجا صفات عالیه رب العالمین بیان شد. مقصود به ندا محذوف است. مالک الملک توت الملک من تشا و تنزع الملک ممن تشا و تعز من تشا و تذل من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. اقض حاجتي مقصود من ندا تکمیل کن حاجت من را، مراد من را تو تکمیل کن. همه چیز به اختیار و قضای قدر تو هست. اقض حاجتی. مثلا در سوره زمر قل اللهم فاطر السماوات اهدنی لما اختلف فیه من الحق. اقض حاجتی، توی همه چیز، توی همه چیز مشیت تو هست، لہذا حاجت من برآورد کن، مراد من تکمیل کن. تو مالک الملکی، تو اختیار دار جهانی. اقض حاجتی، همه چیز بمشیت تو. حاجات مارا تکمیل بفرما، مراد مارا تکمیل بفرما. هر که هر حاجتی دارد بعد از این منادا باید بگه اقض حاجتی، مقصود بالندا. تو مالک الملک، این همه اختیارات و تصرفات را در کائنات تو داری، لہذا اقض حاجتی. حاجت من محمد را برآورد کن، حاجت من ابی بکر را برآورد کن، مقصد من علی را برآورد کن. اللہ تعالی به ما گفته شما باید به بارگاه من با این کلمات با من مناجات داشته باشید. چه خدایی شان خود را در ضمن یک دعا به ما تعلیم داد. شما هر وقت این آیه را بخوانید و هیچ فکر نکنید که در اختیار بندگان خدا هم چیزی گذاشته شده. نه نه نه، همه چیز به مشیت خدا. عزت و ذلت به مشیت خدا،
از هیچ بارگاهی، از هیچ آستانی عزت و ذلت بر نامرزی نمیشه. عزت هم از بارگاه عالی رب العالمین، ذلت هم از بارگاه عالی رب العالمین، شاهی و گدایی هم از بارگاه رب العالمین است. از بارگاه هیچ امامی نه عزت می آید نه ذلت می آید، همه چیز به مشیت الله. اکنون اصول کامیابی اینه که با دشمنان من خدا حق محبت نداری. هر که یار من است، هر که من عزت و ذلت کا مالک می داند، هر که من رازق می داند، او مومن حق ندارد با دشمنان من دست برادری بدهد. لا يتخذ المؤمنون الكافرین، قانون کامیابی یعنی ترک موالات با کفار. گوش کنید سروران گرامی، محبت قلبی با هیچ کافر و مشرک نباید انسان داشت به هیچ صورت. و یک مداراتش میگن، تقییش میگن. شما اگر برخورد حسن داشته باشید در باب دنیا با اون کافر که حربی نیست، جنگ نکرده باش، حرب نکرده، در امور دنیا شما اگر برخورد حسن با کفار هر کافری داشته باشید، با چهره بازی برخورد کنید، این هم ممنوع نیست. و اگر یک کافری حربی هم نیست، جنگ نکرده با شما، لشکرکشی نکرده، حالا اگر شما برخورد حسن با او داشته باشید در صورتی که حربی نباشد، به خاطر اینکه شما را ضرر نده، شما با او معاهده کنید، به خاطر اینکه به شما ضربه نزده و با شما عداوت ندارد، لہذا این هم ممنوع نیست. این همه در الا ان تتقوا منهم تقات، به خاطر دفع شر آنها، به خاطر اینکه حسادت آنها را فروکش کنید. و اگر شما برخورد سیاسی و دیپلماتی داشته باشید هیچ مسئله ای نیست. این همه در الا ان تتقوها. لیکن وقتی لشکر کشیده از آخر دنیا آمده له کرده زن و فرزند را، حالا جلو این کافر تملک کردن حرام و هر با اینها بره تملک کنه و خوشامد کنه، او دشمن خدا هست و دشمن رسول خدا هست که با دشمن خدا و دشمن رسول الله دست برادری میده و تملک میکنه. اینهایی که الان رفتن با کافرها بوش و بلیر و شارون همکار شدن، که اگر ذره ایمان هم داشتن قطع شد، هیچی برای آنها نمانده. ولو هم که برن خانه کعبه را حج کنند، ریشان تا از زیر ناف هم بگذره و امامهشون هم که 18 متر بشه، با امامه و با ریش دراز کسی مومن نمیشه. شرایط ایمان. من نمیگم این از آیات قرآنی. لا يتخذ المؤمنون الكافرین، اتخاذ نکنن مؤمنین کافرها را اولیاء، دوستان صمیمی ظاهرا و باطنا غیر از مؤمنین. اونا که مؤمن بودن، چه ریاست داشتن چه نداشتن، با هیچ کافری مراوده نداشتن، کافرها قبولشون نمی کردن. الله غیر از مؤمنین و من یفعل ذالک، همون من نمیگه ریش مغناب بگذارد و امامش 18 متر باشد لیکن با کافر مراوده دارد و مؤمن میزند و میکشد، الله تعالی میگه از دین خدا هیچ بهره ای ندارد. و من یفعل ذالک، هر که این کار را بکند یعنی با کفار مراوده داشته باشد، خصوصا کفار وقت حربی باشند، فلیس من الله فی شیء،
نیست این آقا در دین خدا در هیچ شماره، این از دین خدا بهره‌ای ندارد الا استثناء منقطع بمعنی لکن، لیکن اینکه ترسیدید شما دانا خطر کردید، حالا برخورد دیپلماتی داشتید، این مسئله این اینکه شما بترسید دانا تقاتن، یک ترس هم بزرگی باشد، لازم با آنها مصالحت کنید، آنها با شما نجنگیدن، شما با آنها مراوده کنید، گفت و شنید کنید. اینکه کافرها را پاسداری میدن این تقوا هست. بیم اگر تو مومن همونجا که پاسداری رگبار ببند همه را داغون کن و بگذار. اینهایی که میخوانند امریکا را بوش و بلر را که بر آنها آقایی کنند، بوش و بلر فرمان بدهند و اینها بوش و فرمان بوش و بلر شارون باشند، اینها هرگز مومن نیست. قرآن میگه اینها مومن نیست. الا ان تتقوا منهم، خلاصه مدارات ظاهر مباح و محبت درونی حرام. اللہ تعالی میگه از این استثناء الا ان تتقوا منهم تقاتا سوء استفاده نکنید. یحذرکم الله نفسه، خدا شما را برحذر می‌دارد از ذات خودش. آیا شما خوفی دارید مدارات میکنید یا ندارید؟ خدا را هم در نظر داشته باشید. برای چی با کافر مراوده داری؟ چرا تو سفر به ماسکو میکنی؟ ندیدی چطور به ماسکو سفر میکرد؟ مراوده بود. اونجا هر چی رفتنی ماسکو یار تحریک کردن، گفت نه شما افغانه ما که بیاییم بر علیه ما میشید. امریکا آماده شد، آمده امریکا، لیکن اللہ تعالی انشاءاللہ ذلیل خواهد کرد. این از شوروی ذلیل تر و 14 سال مقاومت کرد، انشاءاللہ 4 سال را تکمیل نمی کند و میره و انشاءاللہ جهنمی های خود را اینجا میگذارد در افغانستان و بعد انشاءاللہ خودش میره و برای همیشه یاد میکند که با مسلمان نمیشه ساخت. اگر یک ذره بی غیرت شدن زن خود را در اختیار میگذارن. بیمان لعنتی ها، بی غیرت ها، ربی گوشه ها را آوردید سوارداری میکنید. سبحان الله. یحذرکم الله نفسه، سوء استفاده نکنید از استثناء الا ان تتقوا منهم تقات، برحذر می‌دارد شما را الله ذات خودش. و این هم بدانید سوء استفاده نکنید که الی الله المسیر، چر سبا اگر خوردید با بوشها و بلرها به طرف خدا مسیر و بازگشت است، اونجا خدا شما خواهد پرسید شما چه مراوده ای داشتید، برای چه مراوده داشتید، همکار بوش برای چی بودی. اللہ تعالی میگه لذا از عذاب او خوف کنید. اللہ تعالی میگه اگر شما ظاهرا عداوت کنید لیکن پشت پرده مراوده کنید، ظاهرا بگی ما نمیخواهیم لیکن پشت سر بگی باشید ما برای ساکت کردنه عوام کی بیگانه را جا داده اید، عوام شاید اعتراض کنند، لہذا پشت سر مراوده کنید. امریکا را بگو باش ما جان و دل تو را حفاظت میکنیم، اگرچه در سخنرانی های جمعه کابل بگن ما بیگانه نمیخواهیم و پشت سر بگم باشید، اللہ تعالی میگه من خبر دارم شما را در دو جهان رسوا میکنم. دیگه پدر ببرک یک نظامی بود. روزی تعداد از افسران روس آمدن پیش او، گفت میدانی که
کشور افغان را ول کنید و برید، من به شما خیرخواهان میگم. افغان قومی نیست که بیگانه بپذیرد، در حالی که پسرش رئیس جمهور هم بود. گفت من به شما میگم عزت شما همین جایه، ول کنید و برید. افغان قومی نیست که در کشور بیگانه بپذیرد، کافر بیگانه بپذیرد. اینه برای من کسی حکایت کرد از پدر ببرک. بله الان اگر کسی میرفت، پدر کرزایی میگفت بوشا او بوش برو که افغان تو را نمیپذیرد. اگر 100 افغان را به ایمان کردی 10 افغان ایماندار هست، انشالله کمر تو را میشکنه همین 10 تا. تو ذلیل تر از شوروی میشی و برمیگردی. تو به چه بهانه ای آمدی در افغانستان؟ کجا شد بهانه تو؟ اگر پدران بوش را، پدران همکارها اینطور تفهیم میکردن، اونها میفهمیدن، لیکن مست نشه به 52 نمیفهمد. جهنم خطرناک منتظر آنها هست. قل بگو پیغمبر ان تخفوا ما فی صدورکم، اگر شما مخفی نگاه دارید محبت کفار را در دل، ظاهرا چیزی دیگر بگید، باطنا چیزی دیگر باشید. او تبدوه، یا ظاهر کنید ما فی صدور را، به هر حال در تمام احوال یعلمه الله، اللہ تعالی میداند. اللہ تعالی میداند و یعلم خصوصیت صدور شما چیه. خصوصیت صدور شما نیست، او میداند ما فی السماوات و ما فی الارض را، آنچه در آسمان هستند و آنچه در زمین. علم کامل الهی بانا و بسته است. والله علی کل شیء قدیر، او بر هر چیز قادره. انشاءالله قادر اینها را نابود خواهد کرد با علم کامل و قدرت کامل. باعث تر اینها که در دنیا بر قدرت گفته شدن بر قدرت، الله تعالی به دست مجاهدین مظلوم قدرت آنها را از هم پاشید. انشاءالله به دست مظلومان مسلمین به خاطر خونهای پاک انشاءالله اسکلت بزرگ امریکا، ایالات متحده امریکا از هم خواهد پاشید. نمی باشد. این تهدید بزرگ خدا میگه. او بر هر شی قادر است. او قدرت کامل دارد. مشتبه به ذات را در یسره در مدت کوتاه کمتر از 50 سال بر ابرقدرت ها تاخت و تاز نصیب کرد. نبود علی کل شیء قدیر. 50 سال طول نکشید تمام سیطره کافرها را اللہ تعالی آورد پایین. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر، روزی که می بیند هر انسان چه عمل کرده از خیر محضرا، جلوی چشم خود فیلم نیکی ها را می گذارد می بیند، و آنچه عمل کرده از سو اونها محضرا می بیند. خیر کرده جلوی چشم می بیند، شر کرده جلوی چشم می بیند. امروز که دیگه فهمیده مشکلی نیست که آرازند و آراز دیده نمیشه. قدیم من کجا گفتن بابا نماز یک عرضیه چطور دیده میشه، سخن یک عرضیه چطور دیده میشه. الان که شکی نیست. نه این همه آراز را می بینن، خیر کردن هم جلوی چشم می بینن. جمعه مردم خواب بودن، استراحت می کردند و می نازیدند. 4 نفر آمده قرآن می خواند، به خدا این خدا قیامت نشان می دهد. اونها که خوابند و شب و روزشون می گذره، این 3 ساعت شما هم می گذرد. هنوز باید من شما از خدا خیلی تشکر کنیم. احسان رب العالمین. مردم خوابند، شما با خدا سر و کار داری.
یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء، آنچه عمل کرده سوء اون هم میبیند محضران. مجرم اونجا خیلی تحسر میخورد. تودو، این نفس مجرم و مسیء آرزو میکند که تحقیق بین این نفس و بین ما عملت من سوء امدا بعیدا، امدا بعیدا، یک فاصله بسیار دور می بوده. کاش که این بدی را من انجام نمی دادم، این خیانت را من انجام نمی دادم، من بابو شوبلر همکار نمی شدم و این ملاهای بیچاره را تعقیب نمی کردم. افسوس می خوره. تود المجرم، این نفس مجرم آرزو می کند، تحسر مجرم، کاش که بین او نفس مجرم و بین ما عملت من سوء امدا بعیدا، یک فاصله بسیار دور می بود. باز قرآن آمد و یحذرکم الله نفسه. او مردم، الله تعالی شما را برحذر می دارد از ذات عظیمش، از ذات عظیم خدا بترسید، حذر کنید، پرهیز کنید، جنایت نکنید، با کفار مراوده نکنید، با کفار همکار نباشید. چیزی که اینجا خدا ممنوع کرده چیه؟ که لا یتخذ المؤمنون الکافرون اولیاء. الان ما قرآن فهمیدیم که با کافر همکاری ضربه به اسلام و مسلمین. چه ضربه همکاران گوش و بلر بر پیکر عظیم اسلام وارد کردن که خدا تو بر پیکر اینها ضربه قهری. آنهایی که با بوشها همکارن و شریعت غراء محمد رسول الله و بیشرفها پرچم لا اله الا الله آوردن پایین و پرچم جهنم را بلند کردن. غیرت شما چی بود؟ شما را برای این کلمه غیرت نآمد که میخواندی؟ پرچمی که بر آن لا اله الا الله محمد رسول الله نوشته بود، این پرچم را آوردن پایین و پرچم کفر را بلند کردن. این چه خیانتی هست که خدا این خیانت را تا قیامت هم نمی‌بخشد. و یحذرکم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. چرا خدا میگه یحذرکم الله بنفسه؟ الله تعالی میگه من نسبت بندگان مهربانم، مهربانی من تقاضا میکند که من از خطرات اینها را متوجه کنم. و کسی که با کسی مهربانی دارد میگه بابا خطره خطره، ها ایشه بچه میگه اخ اخ ایشه خطره. یحذرکم الله نفسه معنیش والله رؤوف بالعباد. تقاضای مهربانی این که شما را برحذر بدارد تا که از عذاب خداوند متعال نجات حاصل کنی. بی خاطر اللہ تعالی بار بار یحذرکم الله نفسه. یهود نصارا مشرکین مکه همه مدعی محبت خدا بود. میگفتن ما نعبد الاسلام الا حبا لله ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا. یهود میگفتن نحن ابناء الله و احباؤه. نصارای نجران که روی سخنبان هاست گفتم ما عبدنا عیسی و امه الا محبتا لله. این همه شان نزول آیه دارم بیان میکنم. شان نزول قل ان کنتم تحبون الله. اینا میگفتن ما نعبدم عیسی ما عبدنا عیسی و امه الا محبتا لله. قیل سبب نزولنا این ان النبی دخل الكعبه. پیغمبر تشریف بردن در خانه کعبه فوجد الکفار.
دیدن کفار را. فقال گفت کفار ما هذه ملت ابراهیم التي تدعونها، اینا مال شرکی که شما دور بر خانه کعبه انجام میدید، این آیین ابراهیم خلیل الله نیست که شما مدعی آیین ابراهیمی. فقالوا در جواب پیغمبر گفت ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. ہر کے ادعای محبت خدا کند و خالف سنت رسوله فهو کذاب و کتاب الله یکذبه. ہر کے ادعای محبت پہ خدا بکند و خلاف سنت رسول بکند او کذاب و کتاب خدا هم او را کذاب گفته. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. اللہ تعالی می فرماید ان اللہ یحکم بینهم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یهدی من هو کاذب کفار. اینا کاذبن کفارن. ہر کا ادعای محبت کند و خلاف کند با محبوب او در ادعای خودش کاذبه. عربی هم گفته تاصل اله و تظهر حبه، میگه اله را نافرمانی میکنی و اظهار محبت خدا داری. میگه این بسیار تعجب آور است، در دنیا نظیر ندارد. چرا؟ فإن المحب لمن يحب مطیع. محب برای محبوب خودش خیلی اطاعت می کند. بلا نسبت اگر شما با یکی مراوده محبت داشته باشید و از شما جانی بخواهد تقدیم می کنید. شما فریفته لیلایید، لیلا جان بخواهد می دهید، لیلا مال بخواهد می دهید، لیلا ایستادن روی یک پا بخواهد می ایستید، نمی ایستید. ان المحب لمن یحب مطیع. محب برای محبوب خوب اطاعت می کند. بچه محبوب را پدر اطاعت می کنه. مادرش هم اگر یک ذره محبتی داشته باشد حتما اطاعت. او خواهش مد جدید چادر بکند و او را هم دوست داشته باشد چادری نمیخره 100%. اللہ تعالی این همه مدعیان محبت، یهود ادعای محبت خدا دارد، نصارا ادعای محبت خدا دارد، مشرک مکه محبت ادعای محبت خدا دارد. بخاطر حصول محبت خدا حق خدا را به بندگان خدا میدن. نفهمیدی؟ همه مدعی محبت خدا، لیکن راه محبت را گم کرده. از راهی که محبوب خدا بشن و خدا محب بشه بی راه میرن. اعمالی که باید برای خدا تنها انجام میدن اون اعمال را، اون سجده و رکوع و تضرع را برای بندگان خدا تا از این کانال بشون محبوب خدا. اللہ تعالی میگه ادعای محبت شما قبوله، همه شما محبی، لیکن مسیر محبت را که شما محبوب بشید و خدا محب بشود شما اشتباه کرده اید. من نبی مبعوث کردم زمانی که در اعتقاد و اعمال و اخلاق این نبی من را اتباع کردید شما میشوید محبوب، من خدا میشوم محب. شما هستید محب، لیکن شرط محبوبیت در شما نیست که من محب بشم و شما محبوب بشید. اون یک راهیه که این نبی برگزیده من را مو به مو اتباع کنید در اعتقاد، در اعمال و در اخلاق.
از همه مهمتر در اعتقاد. قل بگوی پیغمبر ان کنتم تحبون الله، اگر هستید شما به زعم خود علی الدوام محب الله و میخواهید محبوب الله بشوید، فاتبعونی، من محمد را اتباع کنید. تنها برای مسواک زدن امروز واحد خیلی با آب و تاب میگن، لیکن اتباع من در باب توحید، من محمد انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، من محمد فقط ربم را میخوانم و با رب کسی دیگر را شریک نمی کنم، ولا اشرک به احدا، شما هم باید مثل من باشید، فقط رب را بخوانید و با خواندن رب کسی را شریک نکنید. و پیغمبر سیرتش چیه؟ فاتبعونی، من محمد صلی اللہ علیہ وسلم را اتباع کنید. یاد شما باشد قبل از همه چیز در اعتقاد، در اعمال و اعتقاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبود که همه چیز به مشیت خدا هست. وقل اللهم مالک الملک، این آیه توحید این درس را نداد که همه چیز به مشیت الله هست، لہذا من محمد را اتباع کنید، همه چیز به مشیت الله هست. اولین اعتقاد همه چیز به مشیت. با ثمره نقد یحببکم الله، ثمره اول در اتباع من محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی شما را محبوب قرار میده، شما میشوید محبوب، الله میشود محب. در فارسی شما میشید معشوق، الله میشود عاشق. این کلمه را میگن نباید گفت، محب و محبوب. شما میشوید محبوب، الله میشود محب. یحببکم الله، در اتباع من محمد محبوبیت خدا گیر می آید، شما می شوید محبوب، الله می شود محب. دیگه چیه؟ هرچه گناه هم کرده باشید یغفر لکم ذنوبکم، گناه های شما را هم می بخشد. این محب شما را محبوب قرار داد، گناه برای شما نمی می بخشد برای شما گناه. در اتباع پیغمبر قبل از همه چیزا مولوی صاحبان این آیه ما قبل و ما بعد نگاه کنید. در مورد اعتقاد اختلاف پیغمبر صلی الله علیه و سلم با مردم مکه، با یهود و نصارا فقط در بعد عقیده بود، در بعد اعمال اختلافی نداشتند. در خواندن نماز، روزه، حج، زکات، خیرات، صدقات اونها با پیغمبر اختلافی نداشتند، اختلاف داشتند. حج نمیپذیرفتند، با پیغمبر درگیر بودن، یا توحید را نمیپذیرفتند. اذا ذکرت ربک فی القرآن وحده والله علی ادبارهم نفورا. اختلاف قومها با پیغمبر روی چی چیز بود؟ در اون بود که با من اختلاف دارید، باید من اتباع کنید، اعتقاد خود را کنار بگذارید. واحد اکثر این آیه را میخوانند و فضیلت مثل مسواک هم سنته، امامه هم سنته، ریش هم سنته، روی رخت خواب دست راست خوابیدن هم سنته، وضو گرفتن و در مسجد داخل شدن با پای راست و با چپ پای چپ خارج شدن اینها هم سنته. لیکن بحثی که قرآن میکنه روی اعتقاد، اختلافی که مردم با پیغمبر داشتن، در اون باب من اتباع کنید، بگذارید اعتقاد باطل خود را. من یک خدا را میخوانم، من یک خدا را معز و مذل میدانم، شما هم همینطور باشید. پیغمبر گاهی برای انبیاء و اولیاء هم قربانی میدن.
شما بیایید تو حدیث آیا پیغمبر هم گاگای آش و ماش و این چیزها را برای انبیا میداد؟ بیاری دلیل که تاریخ موت و حیات ابراهیم خلیل الله را پیغمبر اسلام تدلیل کرده باشد. امروز روز ولادت ابراهیم است، امروز روز وفات ابراهیم خلیل الله است. بیایید تدلیل کنید، در ولادتش شیرینی بدهید و در وفاتش آش و بک صدقه کنید. پیغمبر کرده؟ در ارتحال رسول الله و همچنین در ولادت رسول الله آیا حضرت علی، فاطمه الزهرا و حسنه همچنین کارهایی را کردن که امروز ما به خاطر ولادت یا به خاطر شهادت بندگان خدا چه کارهایی را انجام میدیم؟ خلاف پیامبر کسی را گزید، خلاف پیامبر کسی را گزید که هرگز به منزل نخواهد رسید. اتبعونی، نقش قدم من پیغمبر بیایی، اعتقادان، عملان، اخلاقان محبوب خدا میشی. تمام این رسوماتی که امروز مردم مشغله کار خود کردن هیچ سند و مدرکی از رسول الله ندارن. همین که ندارن دلیل که اینها باطلن. پیغمبر خیر بلد نبود، شما خیر بلدی؟ تاریخ ولادت مادر عایشه، تاریخ ولادت خدیجه الکبری رفیقه با وفای محمد رسول الله و تاریخ وفات آن را پیغمبر چطور تدلیل کرد؟ شما تدلیل میکنید محبت دارید به اولیاء، شما از پیغمبر بهتر میدارید. نه، پیغمبر بلد نبود اون راه های سعادت را به ما نشان بدهد، عمل بکند و نماز خواند و به ما نشان داد، زکات داد و به ما نشان داد، قصاص گرفت و به ما نشان داد، جنگ کرد و جهاد کرد و به ما نشان داد، حج کرد و به ما نشان داد، زکات داد و به ما نشان داد، روزه گرفت و به ما نشان داد. فقط دیگه همین راههای موت و حیات بندگان را تدلیل نکرد و به ما نشان نداد. همه راههای سعادت را پیغمبر کاملا به ما نشان نداده. اصل بسیار بزرگیه نقش قدم پیغمبر را. گوش کنید، در اوامر، در انجام دادنی ها هم پیغمبر را اتباع کنید، در منهیات هم پیغمبر را اتباع کنید. و جایی که پیغمبر چیزی را نکرده، ترکش داده، هم باید پیغمبر اتباع بشه. در فعل اتباع بشه، در ترک هم باید پیغمبر اتباع بشه. چیزی که پیغمبر نکرده دلیلی که باطله. در فعل و در فعل، در فعل و در ترک پیغمبر باید اتباع بشه. صحابه پیغمبر تاریخ موت و حیات پیغمبر را چطور تجلیل میکردن؟ همونطور. آنها هیچ کاری نکردن، نگفتن امروز تاریخ ولادت پیغمبر است همه شیرینی بید، نه خیابان بگذارید و نه کوچه و نه خانه و بشینید دیگه بخانید چیه؟ مولود خانی کنید. صحابه مولود خانی کردن؟ بگید برای من، هاتو برهانکم. صحابه مولود خانی کردن؟ هاتو برهانکم. این قرآن خدا، این سنت رسول الله. چه خرافاتی مردم انجام میدن که بله ما مولود خانی میکنیم. کی گفته شما را مولود خانی کنید؟ رسول الله گفته، صحابه گفتن، تابعین گفتن، تبع تابعین گفتن، مجتهدان دین گفتن، امام ابو حنیفه گفته، امام شافعی گفته، احمد ابن حنبل گفته. این مجتهدان دین به شما گفتن؟ هیچ چیزی نیست. این همه خرافاتن.
ایجادات هستند که مردم خودشان غرهم فی دینهم ما کانوا یفترون هستند. اینه قرآن الله تعالی میگه کامیابی میخوای مو به مو پیغمبر من اتباع کنید. فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم ذنوبکم والله غفور رحیم. خدا گناه میبخشد، محبوب قرار میده، بخشنده و مهربان است. بخشنده هست، گناه شما را میبخشه، شما را محبوب قرار میده بعد از بخشیدن، چون که مهربان است. رسول گرامی اشرا که ساره قانون خداوند در توحید است. فان تولوا دست سیوتی در نکنند، نگه اینا اعراض کردن من التوحید، تو فان الله لا يحب الكافرین. کافر یهودی باشد، کافر نصرانی باشد، کافر مشرک باشد، هر کافر محبوب خدا نیست. اونهایی که توحید اعراض کردن، شما را مقتدا در توحید قرار ندادن، بشکنی فإن الله لا يحب الكافرین. این کافرها را خدا دوست ندار. اللہ تعالی نجات بده. اینهایی که از اطاعت پیغمبر در باب توحید اعراض کنن، اینها کافرن، خدا کافر را دوست ندار. خدا نمیگه من به کافر نان نمیدم، من به کافر ریاست و حکومت نمیدم، میگه من کافر دوست ندارم. و متبع رسول الله را در هر باب او محبوب منه. متبع رسول الله در هر باب محبوب الله هست. آیت توحید چهارم جواب شد. راجب آدم علیہ السلام، آدم صفی اللہ، راجب مریم بنت عمران، انواع و اقسام اعتقاداتی اینها برگزار کرده بودند. اینها را کارساز، حاجت روا، مشکل گشا، فریاد رس، داد رس معرفی کرده بودند پیش خدا. الله میگه اینها برگزیدگان منو هستند. آدم برگزیده، نوح برگزیده، ابراهیم و آل ابراهیم برگزیدند، عمران و آل عمران برگزیدند، لیکن اینها حاجت روا و مشکل گشا نیستند. ذریتن بعضها من بعض، اینها اولاد یک دیگرند، پدرند، بعضی ها فرزندند، بعضی ها مادرند. چه نیازی پدر به فرزند و چه نیازی فرزند به پدر و مادر دارد؟ خود اینها بندگان محتاج منند، محتاج به والد، محتاج به والده، والدین محتاج به ذریه. اینها کجا شدن مشکل گشا و حاجت روا و دادرس و فریاد رس؟ اونها مثل شما که به یک دیگر چه نیاز رهایی داری؟ الله و همه این اجتماع بشری به یک دیگر نیاز ندارند. والدین به فرزند، فرزند به والدین نیاز و نیازمند نیستند. بله این برگزیدگان من هم همین طورم، مثل شما داغ نیاز و محتاجی به یک دیگر است. کجا می شوند فریادرس و دادرس؟ فریادرس و دادرس و مشکل گشا حاجت روا کسی باشد که به کسی نیاز ندارد. حاجت روا و فریادرس هر کس اون ذات بشه که به هیچ کس نیاز ندارد. اینها که به دیگر نیازمند بودن. الله ان الله اصطفى آدم، الله برگزیده آدم علیہ السلام را، نوح را، آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان زمان، در حالی که ذریتم بعضها من بعض، اولاد بودن بعضی از بعضی دیگر. همه نسل آدم بودن، بعد از آدم همه نسل نوح بودن، بعد از
ابراهیم آل ابراهیم همه انبیاء اولیاء برگزیده از نسل ابراهیم بودند. از نسل عمران، یک عمران پدر موسی کلیم الله و این عمران پدر مریم. بین این دو عمران این تفسیر مراغی نوشته 1800 سال حدودا فاصله بود. چقدر؟ 1800. این هم گفته تقریبا 1000 سال خورده بین دو تا عمران فاصله بود. این عمران واقعا یا اون عمران از نسل اون عمران حضرت موسی کلیم الله هارون علیه السلام متولد شدند. از نسل این عمران پدر مریم حضرت مریم متولد شد و از اون مریم عفیفه عیسی روح الله به دنیا آمد. اینها به یکدیگر محتاج بودند، نسل یکدیگرند، ذریتاً بعضها من بعض. اینها فریاد هر کس را نمیشنیدند، حال هر کس را هم نمیدانند. والله سمیع علیم. الله است فقط که فریاد کنندگان را میشنود و حال آنها را میداند. اینها که سمیع کل شیء و بصیر کل شیء نبودند، هر چیز از هر کس نمیشنیدند و هر جا نمیشنیدند و هر کس را نمیدانستند و هر جا هم نمیدانستند. پس سمیع و علیم از هر کس هر جا، علیم به هر کس در هر جا الله است. پس هر حاجتی دارید به بارگاه این ذات سمیع و علیم مطرح کنید، او را بخوانید. چرا میرید مخلوقی را مثل خود میخوانید؟ جواب شعبه راجع به مریم: کسی که ثمره دعای مادرش هست و نیازمند پرورش باشد چطور میتواند معبود قرار گیرد؟ واجب عیسی مادرش هست. الله تعالی میگه او خودش متولد شد. اونم چطور متولد شد؟ مادرش خیلی التماس کرد پیش خدا که من بچه‌ای میخوام. حنا زن عمران میگن دارای اولادی نبود، ولی یک زن بسیار پاکدامن و متقی. روزی زیر سایه درخت خانه‌اش نشسته بود که پرنده‌ای لانه‌ای روی درخت ساخته بود و می آورد بچه‌های خود را پرورش میداد، حشراتی میگرفت و میارد به دهن اینها میانداخت. الله، شما دیدید که پرنده ها جوجه‌های خود را چطور پرورش میدن؟ ندیدید؟ دیدید؟ ماشاءالله. حنا هم پرنده را میبیند چقدر عاطفه دارد، به دهن گرفته فرو نمیبرد، اول شکم هر بچه را سیر میکند. دیگه حنا اینجا گفت که کاش که من هم بچه ای میداشتم به دهن او غاشکی میدادم. مادرها عاطفه دارن، به دهن بچه ها قاشق میدن. اینم فکر نمی کنن که این بچه الان میخوره و نیم ساعت دیگه نعوذ بالله چقدر کثافت کاری میکنه. اون فکرش نمی کنن که شیر بشه. الله، حضرت حنا گفت ربا بچه ای میخواهم. الله تعالی گفت بچه ای میدم. وقتی بچه در شکم پیدا شد احساس بچه کرد، فکر کرد که این پسری میشه طالب علم مسجد بیت المقدس میشود، از همه کارهای دنیا دست میکشد، تالی تورات میشود و اینجا خدا را عبادت کند، دیگه کاری هم از این نمیخواهم. الله تمنا کرد، نظر کرد ربا این بچه که در سن بالا رسیده نظر توه، این از من بپذیر. الله تعالی میگه او به ایمانهای مسیحی لعنتی مریم ناظر من بود، بچه برای من نظر کرد. شما نظر میکنید برای این عتبات، شما نظر میکنید برای این قبرها، شما نظر میکنید برای مریم، مریم خودش نظر منه.
یاد کن اون لحظه که گفت امرأت عمران در حالت حمل پدر مریم، مادرش نامش هست حنه بنت فاقود. حنه بنت فاقود مادرشه. التجای اول مادر مریم امرأت عمران، رب انی نذرت لک، پروردگارم یا ربی یا ربی. و مناداه کی را ندا میکنه؟ ولیا. چرا حضرت موسی را صدا نمیزنه؟ وهابیه. عمران این بزرگوار شوهرش صدا نمیزنه، هیچ ولی را صدا نمیزنه، هیچ نبی را صدا نمیزنه. کی را صدا میزنه؟ ربی یا ربی یا ربی انی نذرت لک ما فی بطنی، نظر کردم برای تو فقط. لک لام برای اختصاصه، لام برای چی؟ فقط برای تو نظر کردم. چی چیز را؟ ما فی بطنی، آن چیزی را که در شکم دارم، در حالی که این نظر آزاده برای خدمت خانه خدا و عبادت تو. محررا، آزاد کرده شده از تمام کارها و مشاغل دنیایی. شما رو ببینید، شما نگید الله تعالی شما را تمام کارها آزاد کرده آورده اینجا. محررا، اگر دیگه کاری نمیداشت اینجا در خانه بودید و یک حرفی خانم میزدید، یک حرفی شما میزدید و خانم میگه تو چطوریو، مگر دیگه حاجی نیست غیر از تو اینقدر سختی هیچ چیز نمیاری. دیگه مولوی من غیر از تو هیچ کس پیدا نشده. مولوی میری و صبح میاد دستهای تو درازه، هیچ چیزی نه در جیب نه در دست. الله تعالی خدا آزاد کرده مانا از حرفهای هر جای. محررا، آزاد کرده شده هست برای خدمت دینت و عبادتت. فتقبل منی، او ربا این نظر من را از من بپذیر. تو را فریاد میزنم که نظرم را بپذیری. چرا؟ انک انت السمیع العلیم، توی فقط فریاد کنندگان را میشنوی، حال نظر کنندگان را میدانی، اخلاصشون میدانی. من فقط برای تو نظر کردم ما فی بطنی را. اگر نیت من صحیح است و تو که فریاد رسی، فریاد میزنم از من بپذیر. فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، تو فریاد من میشنوی، تو نیات من را میدانی. دل من میخواهد یک عالم برجسته خادم بیت المقدس او طالب بیت المقدس و خطیب بیت المقدس به جای پدر باشد. و عمران امام مسجد بیت المقدس. عمران چی بود؟ امام مسجد بیت المقدس. برای این اهداف ربا من از تو میخوام، این نظر توه، از تمام کارها آزاده، از من بپذیر، تو سمیع العلیمی. 9 ماه و 9 روز چکو. فلما وضعتها، نفی علم غیب از مریم و حضرت ببخشید نفی علم غیب از مادر مریم. مادر مریم فکر میکرد در شکمش پسری هست. حوزه علمیه بیت المقدس پسر ثبت نام میکند شبانه روزی، دختر ثبت نام نمیکند و نکرده بود. مادر مریم از شکمش خبر ندارد. خب بیمان نسالای ملعون، تو اینو فریاد میزنی مشکل گشاش میگی؟ اونی که از شکم خبر ندارد، از شکم خودش خبر ندارد که دختری درون است یا پسری، او فریاد تو را کجا میشنود و باز به داد تو گزارش میده. قرآن عظیم و شان فدایت بشیم که چقدر حقایق بیان میکنه. امروز مردم راجع به صدیقه ها، صدیقه ای در بطن است، مادر صدیقه غیب نمیداند، دیگه این پیرهای شما از کجا غیب میدانند؟
پیرها میدانم، مرشد میداند، خاک نمیداند مرشد. مرشد خودش یک محتاج است. فلما وضعتها، وقتی وضع کردیم را به زمین گذاشت از شکم، بسیار حسرت خورد. دختریه شروع کرد عذرخواهی را پیش خدا، گفت باز فریاد زد رب انی وضعتها انثی. حسرت خورد، این دختری من پیدا کردم، نظر من چی می شود؟ من برای تو نظر کردم، گفتم پسریه پرورش می یابه، طالب علم مسجد بیت المقدس می شود و خطیب به جای پدر قرار می گیره، جایی که عمران استاده و سخنرانی کرده است، جایی که عمران استاده و خطابت کرده است، آنجایی نیستد و این امت را هدایت می کند، قائم مقام عمران می شود. الان که این دختری شد روی منبر نمی گذارد، می گذارن یک خوب دختر خطیبی را بگذارد به سر منبر و خطابت کنه، می گذارن. خوب هم برکه بپوشه، نمی گذارن. می گذارن جای پدر را پسر می تواند حیاست کند، پست پدر را مقام پدر را دختر نمی تواند. این خاطر گفت رب انی وضعتها انثی، این من که دختری پیدا کردم، حال نظر من چی می شود؟ جمله معترضه الله بیان کرد که مفت حسرت می خورد. چرا حسرت می خورد؟ والله اعلم بما وضعت، الله خوب می داند آن دختر با کمال را که این مادر با کمال به زمین گذاشته، از شکم به زمین گذاشته. الله خوب می داند اون مادر با کمال را و اون دختر با کمال را. حسرت ناحق می خوری لیس الذکر کالانثی، نیستون دختری که نیستون پسری که تمناش را داشتی هنه، مثل این دختر با کمال. در جهازم پسری که تو فکر می کردی، این دختر صدیقه هست، از بطن این روح الله و کلمت الله متولد می شود. نیستون پسر که طلبش کرد مادر مثل دختری که متولد شده. کمالات این دختر نزد خدا خیلیاً. و این جمله معترضه، من اینا دختری پیدا کردم و انی سمیتها مریم، من اینا تسمیه می کنم مریم. مریم به معنای عابدت الله، پرستش کننده الله. مریم مراغی نوشته خادم الخادمت الله، این خادم دین الله، این خادم تورات کتاب الله. و انی اعیدها بک امن حنا، به حفاظت تو می دهم این مریم خادم را، عابد را. انی اعیدها بک، این من به حفاظت تو می دهم، و ذریتها، نسل این را هم به حفاظت تو می دهم. الله میگه او یهودی های نصرانی های لعنتی، او خود را فرزندش را به حفاظت من میداد. گفت انی اعیذها بک، این مریم را به حفاظت تو میدم ربا، و ذریتها، نسل این هم به حفاظت تو هست. از شر شیطان مردود من الشیطان الرجیم.
میگم فرزند واحدی که شیطان برو دست نزده مریم و عیسی هستن، دعای حنه را مو به مو خدا قبول کرده. نظره پیغمبر زمان حضرت زکریا، پیغمبر وقت زکریا، امام مسجد عمران، ناظر و هم اسران انبیا کی را می خواندن؟ شاگردان انبیا کی را می خواندن؟ شما الان سبق بگیرید. و مریم مادرش شاگرد هم مکتب و هم زمان با حضرت زکریا، باقی هم زمانه. از مکتب انبیا همینه که فقط خدا را بخوانی. این مکتب یهود و نصارا است که اولیاء را هم بخوانی. این مکتب ایمان نیست. فتقبلها ربها بقبول حسن، پذیرفتون مریم را رب مریم، لیکن پذیرفتن بسیار زیبا. و انبتها نباتا حسنا، او سبز کرد و پرورش داد، رشد دادون مریم را رشد بسیار زیبا. 1 ماه بود مثل 1 ساله شد، 1 ساله شد دیگه مثل چند ساله شد. 1 روز رشدش مثل 1 ماه، 1 ماه هم مثل 1 سال. خیلی زور رشد کرد مریم. انبتها نباتا حسنا، رشد هم فوق العاده سریع داشت حضرت مریم. بزرگ شد. الان این شاگرد مدرسه نظره، خدا هم گفت نظر مریم قبول ما، نظر حنه هست نامش. خب الان که میخواد بیاد مدرسه ثبت نام کند، عبادتگاه برایش تعیینه، لیکن سرپرستش چی بشه؟ اختلاف کرد. همه یکی گفت، هر کسی میگه من خدمت مریم را میکنم، نان صاحب ضروریاتش را من در اون عبادت خانه. یک عبادت خانه بالا، یک اتاقیه، حجره مخصوصیه، مریم باید اونجا باشد. اونجا هم قضای حاجتش، طهارتش و همچنین غذایش باید فراهم بشه. اون هم به ذریعه نردبان باید برن اونجا. وحی شد از طرف خدا به حضرت زکریا، هر کسی برای خدمت مریم آمادگی اظهار کرد. اختلاف کردن، قرعه کشی کردن. قرعه زکریا برای پرورش در آمد که خاله مریم که خواهر حنه باشد در بیت شریف ایشان بود. کفلها زکریا، تکفل کرد از اون مریم را زکریا. کلما دخل علیها زکریا المحراب، هر زمانی که بر خدمت حضرت مریم میرسید زکریا در عبادتگاه، محراب من عبادتگاه، وجد عندها رزقا، میدید نزد او میوه، مقدار میوه برای خوردن اونجا حاضر. کرامت حضرت مریم بیان شد. حضرت مریم غیبدان نے زکریا قال یا مریم انا لک هذا، او مریم این میوه غیر فصل از کجا؟ موقع انگور نیست انگور، موقع انار نیست اناری گذاشته، سیب نیست سیب از کجا؟ در بیت المقدس این میوه در هیچ مغازه‌ای، در هیچ مزرعه و باغی آپ نمیشن. این میوه از کجا؟ قالت مریم فرمود هو من عند الله،
اینا جانب الله بهشت برین میاین. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. اونجا فرمود ترزق من تشاء بغیر حساب. بنده خدا مریم هم میگه الله تعالی رزق میدهد هر کس را بخواد، حساب و کتاب نمی کند، قیاس نمی کند. یرزق من یشاء بغیر حساب. هر کس را الله تعالی رزق بدهد، حساب و کتاب ندارد. اگر ما می بودیم این چنین ولیه و صدیقه می دیدیم به دست و پایش می افتادیم که اینقدر محبوب خدایی از جنت را رزق میده، بگیر از خدا برای من فرزندی، بگیر از خدا برای من ولی، بگیر از خدا برای من نمیدانم میوهی، برو درخواست من را پیش خدا مطرح کنه. الان این معنی شرط وسیله. حضرت زکریا چقدر خدا انسان را معرفت بدهد. زکریا انگیزه دعا برایش پیدا شده، پیر شده، موهایش از سپیدی می درخشد، یک تار سیاه نه بر سرش مانده و نه در ریشش، اعضای بدنش هم ضعیف و سستند. اینجا دیگه انگیزه دعا پیدا شد. خدایی که بدون فصل میوه میدهد مریم را، مگر اون خدا طاقت ندارد فصل فرزند من نیست او به من فرزند بدهد در غیر موسم فرزند؟ فصل فرزند جوانی و نوجوانی و نیمه سالی و دیگه حالا فصل فرزند من نیست. وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. مناجات را شروع کرد. معلوم میشه این وهابی زکریا غیر خدا را نمیخوانه، مریم التماس نمیکنه، میگه اون ربی که مریم را در غیر فصل میوه میدهد الان فصل فرزند من نیست، اون خدا میتواند فرزند بدهد. هنالک دعا زکریا ربه. زکریا کی را فریاد داد؟ مسلک انبیاء در مسئله دعا 120 سال که فصل فرزند نیست الان از رحمت های ده پایان و به دریغ خدا فرزندی میخواهد، ناامید نشد. دعا ربه قال ربی هب لی من لدنک ذریة طیبة. اور ربا عنایت بفرما، بخشش عوض نمیخواهد. از هبه بخشش عوض نمیخواهد، بخشش قدرت نمیخواهد، بخشش فضل نمیخواهد. بخشش دیگه نیست. الان فضل فرزند نیست لیکن بخشش شرایطش فضل نیست. سر خرمن نیست، چه دستیه که سر خرمن چیزی بخواهد، خرمن جمع بکنه حالا مولای بره که کیسه گندم بده، بابا وقتش نامدی، خرمن کشیدیم نامدی. لیکن میگه بخشش وقت و فصل نمیخواهد. حبلی عنایت بفرما از بارگاه خودت ذریتا طیبتا. اگر یک انسانی بچه ندارد در بلوطیش خود همه یک دوستگی کورینی دو بابا چون نکن کورین دوستگا. هرچی از خدا میخواهید طیب و پاک بخواهید، خدا پاک کرد. بعد اینگه خدا یک ماشینی کهنه گمدن چون نکنه کهنه گا کرش کنه جگرده. حبلی من لدنک ذریتا طیبه. ببخش برایم اون هم از بارگاه خودت، اون هم بچه بسیار پاکیزه. تو را فریاد میزنم که انک سمیع الدعا، توی فریاد کنندگان را میشنوی.
این یهودی های لعنتی و این مسیح های جهنمی برای بچه حضرت زکریا را صدا می‌زدند. زکریا بچه‌ای بده، زکریا. اینا فکر می‌کردن بر نظام بچه حضرت زکریا تصرف داره. بچه زکریا میگه، هر کس زکریا بخواهد و از خدا میخواد خدا میده. الله تعالی میگه و بدبختها خود زکریا از من میخواد. شما را چی بلایی زده که از زکریا میخوای؟ کسی که سائل بارگاه من است او از من التماس کرد، مرا صدا زد، مرا خواند و من بخوانده او جواب دادن. فنادته الملائکه، جواب دادن به اون زکریا فرشتگان، در حالی که زکریا ایستاده در عبادتگاه و نماز میخواند. برای خدا عبادت کنید تا خدا بدهد. ما گاه عبادت در عبادت سستی و بعد میخواهیم. ما دوستی داشتیم خدا مغفرتش کنه، خیلی خدا پرست میگفت این انسان باید شرم بکنه، برای خدا عبادت نمی کنه و میخواهد. شرط اجابت خواندن و عبادت. دعا کرد و شروع کرد عبادت را، نماز میخواند. پیرمرد 120 سالم استاده نماز میخواند. پیرمرد ضعیف نمیشینه. انبیاء در آخرین لحظات زندگی و ضعیفی هم به عبادت خدا مشغولند. ندا داد زکریا را فرشته در حالی که زکریا ایستاده بود نماز میخواند در عبادتگاهش. و عبادتگاه ها را محراب میگفتند. حالا اتاق طلبه را چی میگن؟ حجره، اتاق. حالا این حجره تقریبا در کردستان یاد میاد، حجره. اینجا دیگه اتاق چه دیگه پیشرفته شدن. قدیم هم میگفتن حجره. عبادتگاه های اونها را محراب میگفتن. محراب جای حرب با شیطان هست و اینجا جنگ با شیطان. مسجد اونجا هم جنگ با شیطان. او در محراب بود، در مبارزه با نفس شیطان بود. فرشته گفتن الله یبشرک بیحیی، الله تعالی شما را بشارت به فرزند یحیی میدهد. یحیی که مصدقا بکلمت من الله، تصدیق میکند کلمه ای را که از جانب خدا، یعنی شخصی که بدون پدر پیدا میکنه اون کلمه من الله تو را تصدیق میکند. سید و آقا هست، این آقای قوم میشه و حسورا او بند میکند خود را شهوت رانی از تمام شهوات. حضرت یحیی را میگفتن بیا بازی، گفت مگه من برای بازی خلق شدم؟ بچه ها را میگفت، بچه ها بیا یحیی جان بازی میکنه، گفت برو من برای بازی خلق شدم. طفلی و میگه حسور بود دیگر نفس را برای خواهشات زن هم اعمال نکرد. و نبی من الصالحین، و نبی بزرگوار خدا از صالحان درجه یک. قال ربی، خب الان درخواست کیفیت بچه که میگی بره به چه کیفیتی میگی؟ همین پیرمرد و همین پیرزاد دارای بچه میشه. یک صورت دستور میدی ازدواج مجددی بکنن. این صورت دوتای ما را جوان میکنی و صلاحیت میدی و قوت میدی. این هم یک کیفیت. کیفیات بچه متعدد بودن. الان از خدا درخواست میکند که به چه کیفیت بچه میدی؟ قال ربی انا یکون لی غلام. انا به معنی کیفیت، به چه کیفیتی پیدا میشه برای من پسر یحیی جان؟ حالان که وقت بلغنی الکبر، پیری به من هم رسیده و امراتی عاقر، خانمم هم نازا. به همین کیفیت از یک پیرمرد و پیرزال نازا، 90 سال عمر پیرزال هنوز بچه ندیده. پیرزال نازا، منم پیرمرد. به همین کیفیت میدی یا به کیفیتی دیگر؟
فرمود کذالک الله یفعل ما یشاء، به همین کیفیت از پیرزال نازای 90 سالی و از پیرمرد 120 سالی به همین کیفیت الله پیدا میکند آنچه بخواهد. خب کیفیت بیان شد. در همین حال پیری از یک پیرزال 90 سالی و پیرمرد 120 سالی الله تعالی بچه میده. کیفیت بیان شد. الان غیبدان حضرت زکریا را غیبدان میده. حضرت نمیداند چه زمانی بچه پیدا میشه. گفت علامت قرار حمل را برای من بگو که دیگه این حمل قرار گرفت و خدا من بچه میده. گفت هر زمانی که تو نتونستی صحیح و سالمی با مردم کلام بکنی اون زمان هست که دیگه بچه دیگه درست شده. پس اون زمان هدف چی بود؟ هدف این بود که من در برابر نعمت خوب عبادت میکنم، مریدها را مقتدیها را امت را دستور عبادت میدم. شکرا لله. وقتی خدا به انسان نعمت میدهد انسان بعد از خدا تشکر کند. در اسلام آمده عقیقه پسری متولد می شود پولداری شیرینی بده، به فقرا مساکین بده، به خویشاوندان و دوستان بده. که هست که پسری پیدا شده مولوی صاحب را خوشخبری میدم پولداری 2 گوسفند برای پسر یا یکی برای دختر عقیقه کن، بکش، بخور با دوستان، بخور با مساکین. حضرت فرمود رب جلی آیا یک نشانی بر استقرار هم. قال آیتو کا نشانی استقرار حمل بچه یا جان اینه که تو کلام نمیتونی بکنی با مردم 3 ایام 3 شبانه روز الا رمزن مگر با اشاره دست و سر. اون زمان وذکر ربک کثیرا یاد کن ربت را در دل به کثرت و پاکی خدا را به زبان بیان کن. بالعشی و الابکار به شام و صبح به کثرت. به هر حال حضرت زکریا نفی الوهیت از بود. بچه از من خواست من دادم، کیفیت بچه را نمیدانست من پیش بیان کردم. او مامور عبادت بود، او بدین خاطر نآمده که شما او را عبادت کنید. حالا راجع به مریم صحبت است که مریم صدیقه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.